چون میدونن که توجیک صاحب نداره، برای هم همین کارا میکنه. همین انشالله که شما صاحب داره، صاحبتون هست انشالله. اول خدا ما هستیم. امیدوارم که در این ثواب شما خوش میشید عزیزای دید، چون که ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره. مردمی که از دیگه منطقه آمده که از مسکوفسکی اوبلاست اون طرف شرایطی برگشت رفتن ندارد، گیرید خانه به خانه تقسیم کنید. مرکز توجیکان یک مرکز دیگر باز کردگان، انشالله از اون هم خبر میدیم. دوستایی که در طول هستن انشالله کمک دریافت میکنن. خب بچه‌ها رو ببینید، بچه‌ها خدمت کردن برای شهروندای ملت دعا کنید. آرام شدید، آرام گپ زنید. بعد جنازه شوهرتون رو اینجا بردن. اینجا بردن. داد میزنید که مردم از شما راضی است. من این مادر چی زورش اومده در اینجا؟ بیچاره شوهرش جنازه‌ش بردن، خودش اومده بود اینجا. دستاش لرزان مجبور است که کار کنه برای یک لقمه نان. وقتی اون رسیده است که به هم آییم، وقتی اون رسیده است که دستی که همدیگر رو بگیریم، به خانه همدیگر به مهمونی بیاییم و کاری کنیم که نگذاریم این ملت در این کشور خاروزده بماند. چی بهتر هستی؟ برای شما این پلات گذاشتی. چه؟ سر چی خیلی سر؟ باید یک خراب برمیره. خوبه که مجبوری کار کنی. مهاجری که شب در بالای بیتان و در بالای کردان خواب می رود، بچه های مسکو سیتی دردی اون مهاجر فقط مهاجر می فهمه. اون کسی که در مرسیدس گلن واگن می گردد با بیباهای رنگارنگ در رستوران ها هیچ وقت نمی تواند حس کند که مهاجر چه حال دارد. وقتی مادر با دو فرزندش برای من زنگ زد و گریه کرد، گریست که پول خانه را داده نمیتوند و گفت که گرسنه است، تشنه است و روزندار است و امکانیت ندارد. حالا در این حالت باید ما چیکار کنیم؟ کی مردم ما، ملت ما تا این حد پایین غلطیده بود، تا این حد بیکس و بی صاحب مانده بود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. شوکت محمد مثل هر وقت با شما هستم. برنامه امروزه ما در موضوع این است که ما طول چند وقت است درباره عزت امان حرف نمیزنیم. طول چند وقت است درباره عزت امان چیزی گفته نمی شود. گفته شود هم خیلی کم. و این یکی از مقصدهای شاید خود مقامات کشور باشد که ما را پیچیده دیگر حادثه ها میکنند تا اینکه یک موضوع مهم، یک قضیه مهم را مردم فراموش کنند، خصوصا مهاجران فراموش کنند. اما ما حتما به این موضوع برگشتیم و ما فراموش نکرده بودیم. هیچگاه اگر در رسانه ها چیزی نمی گفتیم، حتما بدون رسانه ها در این باره کار میکردیم، فعالیت میبردیم که باید قضیه عزت امان به کجا رفته رسد و چی باید کرد. تماشاگران عزیز، امروز باشد ما باید با هم مشورت کنیم، این قضیه را باز هم احیا کنیم، باز هم زنده کنیم و باز هم با هم مشورت کنیم که عزت امان ها باید آزاد شوند. به آدم ربایی باید بس بگوییم، دیگر آدم ربایی از بین برده شود. دیگر قلف زدن به زبان نخبگان، ضیاعیان، فعالان، دیگراندیشان، آزاداندیشان باید بس شود. وقتی آن رسیده است که حکومت جمهوری تاجیکستان باید تحمل را یاد بگیرد، تحمل اندیشه های دیگر را یاد بگیرد، شنیدن اندیشه های دیگر را باید یاد بگیرد. اگر دعوای حکومت دموکراتی و دعوای حکومت حقوق بنیاد، کشور حقوق بنیاد را داریم، باید پیش از همه به حکومت تاجیکستان یاد بدهیم که تحمل گرایی را بیاموزد، شایسته سالاری را پیاده کند و از همه مهمش به شکار نخبگان ملت، به شکار ضیاعیان، به شکار روشن فکران خاتمه دهد. و اگر این را توانست پیاده کند و اگر توانست تحمل اندیشه های دیگر را داشته باشد، خوشا به حالش. و اگر نتوانست در عصر 21 این گونه سیاستی که تحمل اندیشه های دیگر را ندارد، به حقوق دیگران احترام قائل نیست و هر یک میخواهد و هر یک زبان آزادی که آزادانه میخواهد حرف بزند به هر یک زبان قلف بزند، این به عصر 21 سازگار نیست. این ریتم عصر میانه است و در عصر 21 باید به مردم حق داد، حقوق داد، به مردم آزادی داد، به حق و شرافت و کرامت انسانی باید احترام قائل بود. هر حکومتی که از عهده این نمیبراید باید جای را خالی کند یا اینکه جایش را خالی میکنند. کی میکنند؟ مردم میکند، برای آنکه دور دیگر است و حکومت هم باید حکومت مردمی باشد. اما چون میبینیم، شاهد هستیم، حکومت امروزی تاجیکستان این را نمیخواهد. میخواهد همه زبان دیگراندیشان، همه زبان آزاداندیشان بسته باشد. نه فقط دیگراندیشان آزاداندیشان، بلکه آنهایی که از مردم دفاع میکنند، از حقوق مردم دفاع میکنند، آنهایی که پشتیبان مردم هستند، باید آنها نیز صدایشان خاموش باشد، آنها در نظر مردم نباشند و با مردم سر کار نگیرند. بگذار مردم در بی حقوقی باشد، بی پشتیبانی باشد، در پراکندگی باشد، هیچ وقت اتحاد همبستگی بین مردم نباشد. میبینیم که حکومت تاجیکستان از فعالیت‌هایش، از مناسبتش با مردم، از مناسبتش با دیگراندیشان، با مخالفان سیاسی، با سیاستمداران، با همه نخبگان ملت، حتی با مهاجران همین گونه است. امروز تماشاگران عزیز گرامی، هموطنان ارجمند،
ما در این برنامه امروزه درباره آن صحبت میکنیم که چه باید کرد که حکومت امروزه کشور را ما به آن وادار کنیم که دیگر قائل باشد به دموکراسی بودن تاجیکستان، قائل باشد به حقوق بنیاد بودن تاجیکستان، ساخت دولت داری تاجیکستان و بگوید که کی تحمل دیگر اندیشی، آزاد اندیشی را یاد میگیرد، کی چشمی دیدن میکند آزادانه حرف زدن مردم را، کی چشمی دیدن میکند حق تلاشی مهاجران را، کی گوش شنوا پیدا میکند به تنقید مردم، به شکایت مردم. و از همه مهم وقتی که موضوع را ما درباره عزت امان گفتیم، ما در برنامه امروزه پیش از همه کوشش میکنیم با شما تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز، در این برنامه یک مشورت داشته باشیم، یک مباحثه داشته باشیم، در اینجا ایده های خود، فکرهای خود، اندیشه های خود را ابراز کنیم و چنانه که میگویند مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. در اینجا هم به حکومت یک توصیه داشته باشیم و هم خودمان به هم دیگر یک پیشنهادهای داشته باشیم که در آزادی زندانیان سیاسی، در پیاده شدن آزادی اندیشه، در حقوق بنیادی تاجیکستان مساعدت کند. حالا تماشابینان عزیز، ببخشید تماشابینان عزیز، حالا در برابر من دو مرد خرد، مهمانان امروزه برنامه ما، برادر عزیز گرامی هم بابا جان قیمزاد، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و برادر عزیز گرامی هم ایشان عبدالستار بابایف، رئیس کمیته نجات گروگانان سیاسی در تاجیکستان هستند. ایشان را به برنامه امروزه خوش آمدید میگویم. خوش آمدید برادران عزیز گرامی، خیلی به برنامه ما با آمدنتان و اشتراکتان فیض آوردید. انشاءالله که صحبت های شما این برنامه ما را باز هم پرنورتر و پرفیضتر و بانیهایتی خوب میکند. من اینجا پیش از همه تماشابینان عزیز از استاد ایشان عبدالستار بابایف که رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان هستند میخواستم بپرسم که مسئله قضیه عزت امان در کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان در چی حال بررسی می شود؟ آیا بررسی می شود یا نه؟ و با این قضیه کمیته چی مسئله گذاری می کند و چی کارهایی کرده ایستاده است؟ خب، به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود حضور بینندگان عزیز و همچنین سلام و درود احترام حضور شما شوکت جان. تشکر از دعوتتان به این برنامه و تشکر از برنامه های خوبتان. خب، راجع به سوال شما همین را گفتنی هستم که وقتی که قضیه عزت امان روز زد، یعنی اعلان شد که عزت امان از فدراسیون روسیه، چون در فدراسیون بود و غیب زد چند روز و بعد چند روز دیگر هم معلوم شد که عزت امان به تاجیکستان استرداد و یا ربوده شده است. نمیدونم، از تاجیکستان دیگر خبری پای عزت امان شنیده شد. در حال کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان جلسه خود را دایر کرد و خود همون لحظه ما با اولا از تاجیکستان طلب کردیم که چونین دیگر آدم ربایی و چونین جنایت و خیانت ها را بحث کنند، دست به چنین کارها نباید زد و احترام و طلب کردیم که قاطعانه طلب کردیم که حتما عزت امان باید
قضیهش روشن شود که در تاجیکستان هست. مقصد باید به چون و چرا به یک قید این وکیل دفاع مردم که در کشور روسیه خدمتش به همه مهاجران میرسید، به همه که در مونده بودن با اون کس مراجعت میکردن، ما از همه جا میدیدیم، آگاه بودیم باید آزاد کرده شود و در حال به همه سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر که در همه جای کشورها هستند و کمیته شهروندی نجات گروگانان با آنها رابطه دارد. ما نامه ها فرستادیم و از قضیه در حال این قضیه ایزد امان را در حال با آنها رساندیم که خب ایزد امان در تاجیکستان استیردار شده است، هرچند که دوره شهروندی کشور فدراسیون روسیه بود و از همه اینها ما درخواست کردیم که باید قاطعانه از کشور تاجیکستان طلب کنند که باید به چون و چرا ایزد امان آزاد شود و همچنین در تمام صفحه های اینترنتی عالم مجازی کمیته با اعضایان با همشان سر کار شدن و این قضیه را رسانه‌ای کرده و هر روز دیگر که میگم هم طریق ویدیویی از مقامات های قدرتی تاجیکستان طلب کردن که ایزد امان باید حتما آزاد شود. گفتید که با سازمان های بین المللی هم در این باره رابطه دارید و عموما نظری سازمان های بین المللی به قضیه ایزد امان چی است؟ آنها چگونه به این قضیه مناسبت میکنند؟ نظری آنها چی است؟ و ما در آن نامه‌هایی که ما فراموش نکنم من پرسیدنیم که مکتوب هایی که به سازمان های بین المللی کردید در جوابش چی گفته میشد؟ آنها چی نظر داشتند؟ ما حتی اینو یک بار علاوه کنم که به همه کورپوس های دیپلماتی در تاجیکستان بوده، به همه اونها نامه ها روان کردیم به تاجیکستان. بله. و در جواب از سازمان های حقوق بشر و خصوص از هیومن رایتس واچ، خانه آزادی و دیگر جواب آمد. نامه دائما با آنها رابطه زیج داریم. آنها جواب دادن که ما حتما پیگیری میکنیم و آگاه هستیم و آنها تشکر کردند که ما در این قضیه با شما هستیم، هم وقت با ملت، با مردم، با اونایی که خب مورد ظلم قرار میگیرد همیشه. خب دیگر اونها معلوم است که کارشون همین است میکنن. اونها جوابی هم به ما رساندند که ما هستیم در فکر قضیه اینا. من اینجا خیلی میخوام بدونم که کورپوس های دیپلماتی در تاجیکستان بوده وقتی نامه شما رو دسترس کردن، آنها چگونه به این نظر کردن؟ نظری آنها چگونه بود؟ خصوصا کورپوس های دیپلماتی در داخل تاجیکستان بوده، چون آنها در داخل تاجیکستان هستند و مناسبت های دیپلماتی دارند با حکومت جمهوری تاجیکستان. البته معلوم است که در کشور ما زیاد هستند، منظورم از کورپوس های دیپلماتی سفارتخانه هایی که در تاجیکستان از دیگر کشورها در آنجا سفارتخانه دارند، نمایندگی دارند، کنسول ها دارند و ما به همه‌شون نامه میفرستیم طریق ایمیلشون. متاسفانه کمی از آنها جواب میدهند. دیگر نمیدونم یا که سیاست بازی و سیاست مداری میکنن این کورپوس های دیپلماتیک چون در تاجیکستان قرار دارند، یا که نمیدونم دیگر تاثیر این رژیم دیکتاتوری با آنها هم رسیده تا جایی که میکنن با ما رابطه دارند، جواب میرسند، ولی خیلی هم کم. ولی اکثر سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و ما در نامه هامون پاسخ میدهند که ما از قضیه آگاه شدیم. تشکر. مثلا سازمان بین المللی دفاع حقوق بشر، هیومن رایتس واچ، امنستی اینترنشنال، دفاع مهاجران آسیای مرکزی، اینها چی نظر داشتند؟ آنها نظرشون همین بود که واقعا آنها، شما هم خود آگاه دیدید که در رسانه ها آنها نظرشون رو گفتن. نظرشون همین بود که آنها محکوم کردن و محکوم میکنن همه وقت و گفتن که ما در پیگیری قضیه هستیم و همیشه ما میبینیم که اونها در خلاصه های خود طریق چیکار کردن، چی نموده آنها در اینجا اقدام کردن در اظهارات های خود و در اون
گزارش های خود در رسانه ها پخش میکنند و با ما هم ابراز کردن که ما همکاری کرده ایستادیم و از تاجیکستان چنین طلب را داریم. ولی ما میدونیم که امروز مقامات های قدرتی تاجیکستان مقصود این رژیم دموکراتی خانوادگی دیگر یک مدت هست که دیگر نمیدونم اینم البته ما امید داریم که یک موقت است این غلدوری و تکبری و دیگر به سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشورها را گوش نکردن و آن عهدهداری هایی که حکومت تاجیکستان گرفته است نزد سازمان ها و کشورها این را اجرا نمیکند. دیگر همین است، اونا تاجیکستان دارد همین غلدوری و زورآوری خود پیش میبرد، ولی ما و سازمان های بین الملل هیچ وقت از مبارزه همان خسته نمیشویم و رژیم تاجیکستان و حکومت قدرتی تاجیکستان آنانی که به مردم ظلم میکنند و بهترین فرزندان کشور نخبگانی که در دیگر کشور در خارج از کشور زندگی میکنند فعالیت میکنند از کمبودی ها و جبر و ظلم رژیم خانوادگی رحمان انتقاد میکنند، اینا یا تروریست عنوان میشوند یا دیگر نمیدونم جنایتکار و خیانتکار اعلام میشن، مثل که عزت امان رو امروز تهمت میکنن که از فلانی پول گرفته است، از فلانی قرض گرفته است. دیگر معلوم است که همه اینا صحنه سازی هستند. ما امید داریم که و باوری هم داریم که واقعا هم حق بر باطل پیروز می شود و عزت امان با خواست خداوند و با تلاش مردم عزیز و تلاش همه مبارزان و سازمان های بین المللی و بخصوص اولا بر رضای خدا آزاد خواهد شد. تشکر زیاد به شما. انشالله باز به شما برمیگردیم. حالا سوال من به اکای بابا جان قیمزاد، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این است که به اندیشه شما چرا حکومت به آدمربایی هایش ادامه میدهد؟ چند بار آدمربایی کرد، شرمنده عالم شد و توبه نکرد. دیدیم در قضیه شراف‌الدین گدای فکر کردیم که شاید دیگر به این مسئله تاجیکستان توبه میکند، دیگر این شرمندگی رو باز تکرار نمیکند و میبینیم که پست قفسی رو ادامه میدهد و باز این گونه آدمربایی خودش رو دوام میدهد. به فکر شما چرا چنین است؟ خب با عرض سلام و درود خدمت شما شوکت جان گرامی و بینندگان محترم. البته این یک دلیل، تنها یک دلیل ندارد، چندین دلیل وجود دارد برای این کار حکومت، ولی در عموم دلیل اصلی این است که واقعیت همین است که حکومت تاجیکستان یک حکومت دیکتاتوری است و یک رقابت در بین مقامات این کشور وجود دارد برای خودشان رو در نزد یک نفر مطرح کردن و به دست آوردن منصب‌های بالاتر یا همون عنوان‌های نظامی یا عنوان‌های بالاتری به اصطلاح نظامی یا که چی میگن رسیدن به منصب‌های بالاتر. شما بدونید که در همین شب و روز حکومت تاجیکستان دوباره یکی از فعالان گروه 24 را هم مثل که بازداشت کرد یا نمیدونم دزدید یا دست، یعنی ادامه میدهد. شما ببینید در تاجیکستان ما بعضی گروه های هستند که از طریق MVD، از طریق کدم یا همون وزارت کارهای داخله یا وزارت کمیته دولتی امنیت ملی در کشور فعالیت، در روسیه فعالیت میکنن، گروه های مختلف فعالیت میکنن و میخواهند که به مردم تاثیر برسونند. هدف اصلی اکثریت اینها هم همون به اصطلاح ترساندن یا اینکه ساکت کردن مخالفین است بیشتر. بله. ولی در همین کار اینها با هم رقابت دارند و آنچه که به سر عزت امان آوردند این گروه ها فکر کردند که واقعا میتوانند با چنین راه از عزت امان خلاص شوند و کار کنند که دیگر جامعه تاجیکستان و به خصوص مهاجرین در داخل روسیه نتوانند از خودشان حمایت کنند. زیرا اگر برای یک مهاجر در روسیه حکومت هر مشکل پیش می آورد، عزت امان در بر او می ایستاد. از طریق ادوکات پیدا کردن، از طریق فهماندن یا به هر حال به هر راه از حقوق یک مهاجری که از طرف حکومت مورد تهدید قرار می گرفت حتما حمایت میکرد و
انا همین چیزها بود که حکومت خواست از شر به اصطلاح خودشون از شر عزت امان خلاص شود، ولی فکر نکرد که این قضیه که به سر عزت امان آورده است دامنگیری حکومت می شود و زمینه رو برای واقعا هم تزلزل و از یک آغاز یک انقلاب بر علیه این حکومت زمینه سازی میکند. واقعا میتیزاند، سرعت این روند رو میتیزاند، زیرا که عزت امان شخصی نیست که امروز اون رو بازداشت کردن دیگر با همین تمام و کسی نتواند درباره او صحبت کند و مردم ساکت بنشینند. شما خواهید دید که در یک مدت، البته ما اگر به یک شکل نگاه کنیم، بعد از شروع قضیه های مرزی قضیه عزت امان یک کمی به حاشیه رفت. بله. ولی واقعا هم باید این یک واقعیت است، زیرا مردم ما به قضیه مرز همچون قضیه ملی نگاه کردند. چون که در اینجا ما واقعا هم سرزمینی ما بود و مرزی کشوری ما بود، مرزی ناموسی ملی ما بود و مردم همه یک دست ایستادند و از سرزمین، از اون مرز دفاع کردند، ولی عزت امان رو فراموش نکردند. اون در جای خودش در مقابله با حکومت بیگانه بود، در تجاوز بود، در مقابله با تجاوز در کنار حکومت ایستادن، از موقع ملی حمایت کردن، ولی در جای خودش به عزت امان حتما قضیه عزت امان برمیگردن و باید هم بر بگردیم. و امروز فرصتی هست که ما باید که به این قضیه دوباره برگردیم و فراموش نکنیم که عزت امان یکی از مدافعان همون قضیه مرزی ما بود و بارها این رو دیده بودیم. همینجا یک سوال دارم. بسیاری ها در مسئله قضیه مرزی بر این بودن که شاید قضیه مرزی ربط به عائله رئیس جمهور دارد بیشتر و خودی سر زدن مناقشه ها در مرز هم به خاطر بیزنس و تجارت های عائله رئیس جمهور بود و این یک قضیه مرزی یک ساختکاری حکومت بود. بگذار چنین باشد. من اینجا چیزی دیگر گفتنیم. ببینید وقتی که ما گفتیم که قضیه مرزی به میان آمد و این قضیه ملی بود، عمومی ملی بود و مردم به این اهمیت بیشتر دادن. حاضر ما گفته ایستادیم که باز برگشتیم به قضیه عزت امان. درست. اما این از دست این حکومت امروزی کشور هر نامعقولی اومدنش ممکن. وقتی که مردم این گونه باز هم فعال شدن و باز هم مسئله طلب حقوق شهروندی، حقوق بنیادی مثلا گریم، طلب تامین فضای دموکراتی، وقتی که از حکومت جمهوری تاجیکستان باز هم بیشتر طلب شد، مثل یک ماه پیشتر سر و صداها بلند شدن، باز نشود که یک نامعقولی دیگر و بدتر از این خونریزی های مرزی به میان بیارد. یک واقعیت رو ما نباید فراموش کنیم شوکت جان. یک داستان قصه است که میگوید که یک مرد میگوید که باید ما یک دشمن دروغی در یک جا بسازیم تا که اون کلان نشان بدیم و مردم رو بترسونیم و حکومت ما رو حفظ کنیم. این روش همه حکومت های دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری حتما به این چیزها دست میزنند. ما نباید این رو فراموش کنیم. ولی یک واقعیت دیگر هم نباید ما فراموش کنیم. ملت تاجیک دیگر نباید فراموش کند. حقوق ما رو کسی به ما بر نمیگردوند، نه یگان سازمان، نه حکومت، نه یگان کسی دیگر. حقوق، حق و حقوق انسان دادنی نیست، گرفتنی است. انسان باید حقوقش رو بگیرد. هیچ کس حقوق ما رو به ما نمیدهد. با این مطمئن باشیم. حتی اگر مهاجر باشیم، حتی اگر کارمند باشیم، حتی اگر در داخل تاجیکستان نمیدونم چی میگه دهقان باشیم، هر کی باشیم، ما یک حقوق داریم که اون را باید بگیریم. بله. و هیچ حکومت حقوق مردم همین خیلی به دستش نمیتید. تا اگر اون مردم از اون حقوق خودش طلب نکند، اون خودش دفاع نکند. به همین خاطر ما نباید فکر کنیم که حکومت تمام با همین که حالا قضیه تمام شد، این حکومت صدها نامعقولی دیگر خواهد کرد. مطمئن باشید خواهد کرد. همین که رحمت جان محمد امروز در روسیه ناپدید شد چند روز پیش، البته چی هستیم؟ شما یک بار فکر میکنید این هم ادامه همون نامعقولی ها نیست؟
فردا من نمیدونم حالا قضیه مرزی امروز به یک جای رفتن و اومدن قبیل حتی همین قضیه مرزی شما ببینید حکومت با وجودی که خونی جوانان و خونی چندین شهید رو در اینجا ریزوندن از اون گذشت کرده است تمام چیزا دوباره عقب نشینی کرده است و دوده ایستاده است بله. این کارها را ادامه خواهد داد این حکومت به همین شکل است یک حکومت دیکتاتوری هیچ وقت در نزد مردمش گزارش نمیتید این مردم هست که باید اون مجبور کند تا که این حکومت بیاید حقوق مردم را بدهد و بیاید به مردم گزارش بدهد اگر ما این ملت ما این رو یاد نگیرد که از این حکومت گزارش طلب نکند ما به جای نمیرسیم درست اینجا گفته مردم حکومت رو مجبور کند چگونه میتوان گروه آسایشته مجبور کرد حکومت رو ببینید چند تا دلیل ساده میارم برای شما هم قضیه حمزه بیمار رو میدونستید که اجازت خروج ندادن به او درست ولی مردم با اون فشاری که آوردن با اون کارهایی که کردن توانستن حمزه رو از اونجا نجات بدهند واقعا هم جان حمزه نجات داده شد با همین فشارها باز هم قضیه اینترنت وقتی که اینترنت رو خواستن گران کنند مردم وقتی به پاخست مردم حکومت عقب نشینی کرد چرا توانست و این مردم باید به خودش باور کند که میتوند از جمله این قضیه عزت امان هم همین است اگر واقعا مردم مهاجر بار دیگر به پا خیزند و این حکومت از این حکومت طلب کنند واقعا همون گناهی که سزاوار است و حق این مردم است که طلب کنند تا که قضیه عزت امان را بیایند حکومت بیاید به مردم جواب بگه در برای قضیه عزت امان چرا تا حال عزت امان را کسی ندیده است چرا به مردم گزارش نمیدهد که عزت امان کجاست اون حامی حقوق مهاجرین است مهاجر طلب دارد مهاجر از این حکومت میخواهد که درباره عزت امان معلومات بدهد ولی چرا حکومت تا حال معلومات نمیدهد این قضیه رو مردم باید بیشتر طلب کنند اگر مهاجران ما میخواهند این قضیه روشن بیشتر برای به اصطلاح زودتر مثبت حل شود باید همین فعالیت هاشون رو بیشتر کنند هم فعالیت هایی که کرده بودن حالا هم فرصت هست و باید به این قضیه برگشت و قضیه عزت امان رو مهاجران میتوانند از این بیشتر طلب کنند و از حکومت و برای من به نزد سفارت طلب کنند که معلومات بتیان بگذار یک گروه از مهاجرین برخیزن به نزد سفارت برای من ما البته شاید ما حق این رو نداشته باشیم که از مهاجرین این رو طلب کنیم یا از مهاجرین ولی این یک پیشنهاد است اگر میتوانند یک گروه از مهاجران به نزد سفارت بروند و طلب کنند که ما میخواهیم درباره عزت امان معلومات داشته باشیم معلومات درباره عزت امان شرایط صحتی او شرایط چی میگن نمیدونم زندگی او بودوباشی او از تمام اینها به ما معلومات بدهد حکومت و این حق هر یک شهروند است حق هر یک مهاجر است حق تمام اونهایی است که در اونجا امروز زندگی دارند و اگر مهاجرین این را طلب کنند حکومت مجبور می شود که به اینها گزارش بدهد به اینها جواب بدهد و باید هم بدهد و این را باید به حکومت بقبولاند مهاجرا که حکومت موظف است در نزد مهاجرا گزارش بدهد و به مهاجرا پاسخ بگوید این حکومت نیست که دیگر هرچی خودش میخواهد همون باشد و اگر مهاجر چیزی میپرسد اون به پاسخ بماند دیگر نباید این اجازت را بدهند مردم باید از اون حکومت پاسخش را طلب عزت امان یک قضیه ساده نیست یک قضیه عمومی ملی است که تمام مردم با اون صدا بلند کردند در این حالت در یک حکومت دموکراتی میشد چندین مراتب وکیل دفاعش یک وکیل دفاع نه چندین وکیل دفاع عزت امان می‌داشت وکیل های دفاعش جدا جدا پرس کنفرانس یعنی نشست مطبوعاتی دایر میکردن مفتشش نشست مطبوعاتی دایر میکرد خودی مقامات عیبدار کننده نشست مطبوعاتی دایر میکرد و به مردم میگفت که قضیه تا کجای رفته ایستاده است به روزنامه‌نگاران گزارش میداد لیکن حکومت رو ببینید که چنان یاغی است چنان سرکش است چنان خودپسند است که حتی به ادوکات یعنی وکیل دفاعی یک نفر حق نمیدهد که برایت بگوید در آنجا چی شده ایستاده است یعنی موکلش در کدام حالت است شخص زیری اونی که حقوقش رو دفاع میکند در کدام حالت است حتی وکیل دفاع این شرایط رو ندارد
بله. و من اینجا کیرو برادر عزیز گرامیمون استاد عبدالستار بابایف رو پرسیدنیم که در همین مسئله فکر شما چی است؟ یگان ایده برای وادار کردن حکومت به اینکه جوابگو پیش مردم باشد، برای آزادی عزت امان، برای دیگر زندانیان سیاسی، یگان پیش شما که این کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی است، اگر مخفی نباشد یگان ایده، یگان برنامه وجود دارد؟ خب شوکت جان، راستی هم چون وقتی که قضیه عزت امان چند مدت زیر سایه رفت، ما تخمینا 2 روز 3 روز قبل هم، خب بابو جانم آگاه هم میدونند، کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان ما جلسه دایر کردیم و حتما همین مسئله رو دیدیم که در کمیته مطرح شد و دوستان کمیته هم گفتن که فقط و فقط حرکت های مردم، جنبش مردم میتواند که قضیه عزت امان را سبک کند. ما امروز هم در ساعت 20:00 به وقت آلمان در کمیته جلسه داریم و یکی از روزنامه‌های جلسه قضیه عزت امان است. ما کمیته حتما دیگر در مسئله عزت امان عقب نشینی نمیکند و نمیکنیم و کارا جدی‌تر میگیریم. تمام مبارزه ها رو دوچار میکنیم و از تمام مردم من هم در این لحظه ها خواهش میکنم که باید که در قضیه عزت امان دوباره برخیزند مثل قبلی. خب دیگر تجربه نشان داد، خیلی که بابا جان در اینجا گفتن، ما ببینیم همین نتیجه زحمت تلاش‌های مردم عزیز و همه این حامیان حقوق بشر و مبارزان بودند که بابای دانه نبیف مسعود 87 ساله از زندان آزاد شد. خدا را شکر. من از با استفاده از این لحظه ها از تمام مردم عزیز و شریف و نجیب که برای زندانیان سیاسی بخصوص برای بابای دانه کوشش کرده و کوشش میکنن و بابای دانه با آزادی برآمد تشکر میکنم و از مردم خواهش میکنم، دعوت میکنم که به هیچ وجه دیگر در کنار نیستند. در قضیه عزت امان باید یک کوشش کرد، باید کرد طریقه های ثبتی از حکومت طلب کرد. خب دیگر در میدان ها باید ریخت. مقامات های تاجیکستان، رژیم دیکتاتوری تاجیکستان باید بداند که دیگر در کشورهای اروپا هم حالت کارانتینی و بیماری کووید کم شده ایستاده است و ما در کوتاه‌ترین فرصت در تمام سفارتخانه های کشور در اروپا بوده خواهیم ریخت و از همه در آنجا طلب خواهیم کرد از حکومت تاجیکستان و همه باید طلب کنند که عزت امان و که خب مدافع حقوق مهاجرین حتما باید آزاد شود. و در جلسه که حاضر ما 2 ساعت بعد یا 1 ساعت بعد هم جلسه دایر کردنیم، همین قضیه دیده می شود. مردم باید در کنار نبایستند. مردم باید اگر همین قضیه ها که نمیشد و دیگر قضیه عزت امان زیر سایه نمیرفت، حکومت تاجیکستان هم دید که کار وزمین است و مردم دارن در حالت انقلاب هستند و دیدیم که این صحنه سازی هایی که در اسپره شد و تحلیل بسیار از تحلیلگران سیاسی گفت این یک صحنه سازی خود حکومت بود، کار خود حکومت شروع کرد تا که قضیه عزت امان زیر سایه برود. من بار دیگر از همه مردم عزیز، از همه مردم شریف تاجیکستان بخصوص از مبارزان و سازمان های حقوق بشر خواهش میکنم که در قضیه عزت امان به طرف نیستند، باز هم کوشش زیادتر کنند. ما امروز دوباره در نامه خواهیم نوشت از با خب دیگر فکر ما ایده کمیته هست برداشتنیه. بله یعنی با مناسبت زیج با مردم و مهاجران این مسئله رو برداشتنیه. بله با مناسبت زیج ایده من ایده کمیته هست. بله برنامه لطفاً در همین جا بمانید. چند نفر خواهش سخن کردن دارن، شاید به شما سوالی داشته باشن، من هم به شما سوال دارم حالا. و پیش از آن که دیگران رو پیوندیم، یک زنگ از واتساپ اومده ایستاده است. پیش از آن که زنگ واتساپ رو پیوندیم، از یکی که شما خواهش میکنم دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه این برنامه ما به ترند برایت شخصانی که صاحب نظر هستند به این برنامه ما بپیوندند، باخبر شوند و ما باز هم پرمحتواتر و بهتر
و در خوری موضوع امروزه صحبت کرده باشیم. حالا برادران عزیز گرامی، ما نفری از واتساپ زنگ زده شدن، اون نفر را پیوست میکنیم و باز کسانی هستند که اینجا برای سخنرانی آمادگی دیده شدن، آنها را بعد میپیوندیم. سلامت باشید برادران عزیز گرامی. حالا ما زنگ واتساپ رو میشنویم. لبای الو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم، من صدای شما را شنیدم، بفرمایید. و علیکم السلام. و علیکم السلام شوکت جان. من مسئله ایزد امور اگر در یادتون باشد، روزای اولی که اون داشتن، اون دزدیدن، گرفته بردن، من از همون روز گفته بودم که برای ایزد امان باید هر یک مجاهد، هر یک مبارزینی که امروز خواه در وطن یا بیرون از وطن کار میکند، بعد هر سحر پیش از اون که خدا را یاد میکند و نماز میخواند، باید پشتی ایزد امان دستگیری کند، یاد کند، طلب کند، مبارزه برد. افسوس که ما این کردیم، در حقیقت همه کردیم که به اون درجه که باید میکردیم به اون نکردیم. امروز هم که باشد شفقت جان، تکلیف من امین است برای ملت تاجیک، برای همه شهروند تاجیک، باید فرق ندارد ازبک است، تاجیک است، لقای است، روس است، باید از یک گریبان سر براریم. باید ما دفاع از ایزد امان کنیم. ایزد امان این اخیران شخصیتی مخالفینی هست که اگر ما ایزد امان را به دست نیاریم، حساب کنیم که ما بخورگی بای میتیم نزد این حکومت. این حکومتی که الک خود در سر یک سوزن ایستاده است، در سر یک سوزن، و برای همین باید همه قوه را جمع کنیم، همه فکرها را جمع کنیم، همه عقیده ها را جمع کنیم، فقط مبارزه برای آزادی ایزد امان بریم. من امروز پروگرام شما شد، از اول تا آخر باز من گوش کردم. بسیار شخصی اخیری که با شما هم صحبت بود، من نمیشناسم وای چی کاره است، ممکن به فرم حقوق شناس باشد. بهترین سخنهای وای گپ زد که باید مردم خم نشیند، باید به همه تشکیلات های حقوقی روسیه، پیش از همه روسیه، و تشکیلات های حقوقی تاجیکستان و تشکیلات هایی که سر و کار به حقوق شهروندا، حقوق سیاستمداران، حقوق مخالفین هستند در اروپا، باید هر روز، هر دقیقه ما همه قوت و غیرت خودمان صرف کنیم که فکر خودمان، عقیده خودمان، نیت خودمان باید به اونا برسونیم. باید ما به جهانیان بفهمونیم که این شخصیتی که امروز گرفته اونا بردن زندانی کردن، این به خاطر خیریه اون است، این به خاطری که کسی را در وقتی ادوکات بودنش یاردم کرده است یا از کسی مثلا 100,000 گرفت است، کاری وای بود کرده است نکرده است، این برای خاطر این اون است. این محض روشی مبارزه سیاسی این حکومتی گمراه و حکومتی فساد تاجیکستان است. که حتی شفقت جان بگذار امروز این را خلق جهان بداند، خلق تاجیک بداند، همه بداند که این گرگ کلان امام علی رحمان ایزد امان را برای پسرش بردگی است که در انتخابات آینده او هم پیکر و هم رفت و هم ردیف رستم نباشد. بله. برای همین شفقت جان، من باری دیگر میگم که ایزد امان را ما باید بگذار امروز حکومتدارا بدانند، بگذار امروز دشمنان ملت بدانند که ایزد امان مادری تاجیک ایزد امان نزایده است. همین خیلی ایزد امان ها هزارها هست، لیکن اون چیزی که امروز در دایره جریان حقوقی جهانی یا که در همین دایره حقوقی که از تاجیکستان امروز به همین محتاج دارد ملت تاجیک، مهاجرین تاجیک، باید ما شب و روز برای ایزد امان شفقت جان وای مبارزه بریم. بله. شب و روز. تشکر به شما. من از شما پرسیدنی هم که با مهاجران در روسیه شما چی پیشنهاد دارید؟ باید مهاجران برای دفاع
حقوق خودشان و برای نجات وکیل دفاعشان عزت امان چی باید کنند؟ مصلحت شما، مشورت شما چی است با مهاجران در روسیه؟ گوش کنید شفقت جان، مهاجرین بسیار است، بسیار است. من به همه مهاجرین حاضر تکلیف نمیکنم. برای چی؟ چون که مهاجرینی هست که ممکن تا حالا اون عزت امان نمیدونه. بله. مهاجرینی هست که ممکن که در قصه امان عزت امان نیست. بله. من امروز به واسطه پروگرام شما من مراجعت به اون مهاجرین میکنم که امروز ملت به سخن اونا، عزت امان به سخن اونا و همه جریان مبارزه مخالفین تاجیک به سخنان اونا محتاجند. بگذار گلگلچینای ملت که امروز در مهاجرت هستند، بیرون از وطن هستند در روسیه، باید خیلی که من همین شخصیتی که با شما هم صحبت بود و گپ زد که باید به نزد سفارتخانه، حتما به نزد سفارتخانه روسیه حتما باید بگذار یک هفته در یک بار، بگذار یک هفته در دو بار، با جنگ نه، با طریق مهین، با رفتاری آدمگری، انسانگری آمده حتما باید وای کنن، مراجعت کنن. هیچ کس سر نمیپرانن، وای نمیکنن. و ایلا اگر یک و دوی ما را اگر بدرغه کنن، یک و دوی ما را اگر گرفته محکمه کنن، لیکن این کار، این مبارزه به خاطر آینده ملت است، به خاطر آینده فرزندای ما است، به خاطر آینده هر یکی ما هست. اگر گرفته محکمه به غیر سفارتخانه روسیه، شفقت جان، بگذار بهترین فرزندانی که در اوجه هستند، در روسیه هستند، شفقت جان، بگذار یک جایه شده با ماکسیم شیفچنکو در علاقه برایم. با مانند ماکسیم شیفچنکو با بسیار شخصیت های روسیه هست که ژورنالیست ها هست، پلیتولوگ های بهترین هست که اونا هم در حقیقت میخواهند که حقیقت بالای آب براید، باید حقیقت شود، با اونا باید هم صحبت شود، دستیاری از اونا پرسد. بعد شفقت جان، من از وقت از این لحظه استفاده برده از شما یک خواهش دارم، مخصوص از شما و از مخالفینی که در حدود اروپا مبارزه میبرید. خواهش میکنم شفقت جان، خواهش میکنم بهترین یوریستای داخلی وطن استفاده برید. بهترین بگذار شخصیت هایی که دوره شوروی در کار کردن امروز سین سالشان بسیار به 60 و 65 و 70 هم که باشد، شما از اونا استفاده برید. بله. لازم شود زاره کنید، التجا کنید، دعوت کنید به یاری. از آن بهترین فرزندای تاجیکی که از طبیبا سر کرده یا سیاست مدارا سر کرده تا تاجرای بهترین که امروز زن و فرزند و عائله‌شون قطعی شهروندی روسیه را دارن، در داخل روسیه کار میکنن. شفقت جان، خواهش میکنم که از اونا استفاده برید، اونا را دعوت کنید به مبارزه. برای همین یک به طریق کلی 100% سترکتور مبارزه خود را دیگر کنید که چون که به این حکومتی که اینها سنگ هستند، سنگ همین سنگ گیر یک بالقه قطعی زن و صدا نمیبراند، برای که اینا از گمراهی، از خطاگی، از راهی غیر خصلت‌های انسانی به همون درجه بیرون رفته که اینا دیگر گپ نمیفهمند. من وقتی شما نگرفتم شفقت جان. تشکر زیاد. یگان چیزی دیگر علاوه کردنی هست ان شاء الله؟ علاوه کردنی باشد طول یگان دقیقه علاوه کنید و نوبت رو با دیگران میتیم ان شاء الله. من همین روز شفقت جان و یک چیز دیگر هم مثال میارم. همین روز من با واسطه اینترنت نگاه کردم، وقتی که در زیر 500 کس شیشتگی جناب یالی میخیزد میگه من هر وقت شما را میبینم من جوان میشوم. من از اینجا گفتنی هستم که خاک کشد و جوان شوی و یکی و شخصیت هایی که در اونجا شیشتگی است و هر قدم یو برای وظیفه گرفتن 15-20 هزار دلاری پاره دادن، اشوه دادن، این بسری دولت ما بدن. وقتی که چهره و را میبیند البته و جوان میشود، خاک کشد و نامردن. او شخصیت هایی که در زیر شیشتگی هستند و یا خون مهاجرین، خون خلق عادی، خلق بیچاره را میمکن. برای همین من میگم که این حکومت اون دیگر به یگان روایتی نه شرعی، نه انسانی، نه آدمگری به گفت و شنید چطوری نمیگیرد. فقط مبارزه در نوبت اول، مبارزه عادلانه، مبارزه حقوقی، مبارزه در اساس همه شرنامه و حقوقهای بین المللی.
تشکر زیاد. باید دیگر سجدن در خود. تشکر زیاد. خیلی پیشنهادهای عالی بودن. من 3 تاش رو علاقه به قید گرفتم. حتما این را استفاده خواهیم کرد و با پیمان ملی تاجیکستان از جمله اینجا سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بابا جان قایمزاد ایستادند، شنیده ایستادند علاقه پیشنهادهای شما رو. ان شاء الله مورد استفاده پیشنهاداتتان قرار خواهد گرفت. و اینجا چندین برادران علاقه وارد شدند، میخواهند سخن کنند. برادر ابوبکر بفرمایید. طول هر یک نفر طول 2 دقیقه ان شاء الله تا که به همگان نوبت رسد. مسئولین تکنیکی گفته ایستادند که 10 نفر خواهش وارد شدند به استودیو دارند و نتوانسته ایستادند. بفرمایید برادر ابوبکر. سلام علیکم اکای شوکت، سلام علیکم برادران، سلام علیکم مردم تاجیکستان. ما آزادی اکای عزت میخواهیم. رنگ عزت امون هر کس نمیتونه که اقلا یک کس یاردم کنه، نمیتونه اون مردک صدها کس یاردم کنه. بله. هرچند میخواهیم که زودتر آزاد شود. تشکر زیاد به شما. دیگر گفتنی ندارید؟ نه هیچی ندارم دیگر. بهترین گپ رو گفتید، سرلوحه برنامه ما رو گفتید. حتما این گفته های شما به اجرا میرسند و ان شاء الله که عزت امان آزاد می شود. خدا خواهد. برادر عزت الله عبدالله بفرمایید. میکروفونتون رو برادر عزت الله عبدالله فعال کنید و بفرمایید. فعال است؟ بله ما میشنویم شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله بینم به شما که شوکت. در قضیه که عزت امان گفتنی هستم که قضیه که عزت امان در دست خود شهروندان تاجیکستان میباشن و در دست از همه شهروندان تاجیکستان میتونه سهم خودشون استفاده کنه که آزادی عزت امان رو طلب کنه. که شوکت دیگه باز زنده کنیم همون رو. بله. چیخی که برنامه پیش کشیده، همه برنامه ها، همه گروه 24 بود، حزب نهضت اسلام، پیمان، همه بود اشتراک میکردن، همه در قضیه عزت امان بود. چیخی که اینا میخواستن خاموش کنن قضیه را، نه که ابرد همین قضیه را برگردونده، همه سمتش گذارونن که آواز بلند کنن. این در دست شخصا همین قضیه که عزت امان در دست شهروندان تاجیکستان میباشه. دیگر دولت، دیگر ارگانیزاسیون یگان کس اینو کمک کردن نمیتونن. مثل بابای دونه آواز وقتی که ما سخن بلند کردیم ایزا کشیدن، آزادش کردن. اینم همیشه ما با مردم تاجیکستان چی گفتنیم؟ اگر عزت امان با اویله رحمانوف کار میکرد این قضیه نمیشد. هیچ محل عزت امان دزدیده نمیشد. عزت امان که با سیاست مردم دعوت کرد، عزت امان که با مردم بود، با مهاجران بود، برای همین عزت امان رو گرفته خارج کردن. فهمو جز استفاده باز یگان پیشنهاد دیگر دارید دوستان؟ پیشنهاد دوم من از مهاجران خواهش دارم که همین چیزی که استفاده کردن آزادی عزت امان رو طلب کردن، نه که پیش سفارت نروند. اکا شوکت برای که پیش سفارت همین روزی که روی همون روز 2-3-4 کس جمع شوی میبرن دپارتاسیا میکنن. برای همین بیاید که مهاجران را حاضر در همین حالت نمونیم. ما هم یک کم باید سر بنا کار فرمانیم، پیش سفارت نروند حاضر داشته استفاده همین دوام دادن گیرن. این خوب میشود. این برادر گرامی ما تشکر به شما برادر عزیز. این برادر به ما پیشنهاد کردن که برای طلب آزادی عزت امان پیش سفارت نروید. درست ما هم چنین توصیه میدیم. چند روزی آخر به ما چندین خبرها آمده ایستاده است برادران عزیز که در مسکو طور 2 هفته گذشته جمعه، روزهای جمعه، مهاجران را از حولی مسجد، از صحن مسجد، کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت کرده. 10 نفر 15 نفر را با مینیبوس ها سوار کرده گرفته با خود بردن و از آنها تا به حال نام و نشانی نیست. در همین حالت ها برادران عزیز حتما از حقوق خودتان دفاع کنید. و کسانی که به شما شهادت نامه خود را نشان نمیدهند و دستورین خود را نشان نمیدهند، خودشان را شناس نمیکنند، به گپ آنها گوش ندهید. هیچ نفر مقامات امنیتی به اشتراک مقامات امنیتی همان کشور بدون همکاری، بدون اشتراک مقامات امنیتی همون کشور، هیچ کس رفته در آنجا فعالیتی یک کشور دیگر را برده نمیتواند.
боздошт кардану онро гирифта бурдану ин корҳоро ҳаққи кардан надорад. ба гапаш гӯш надиҳед. шуморо ӯ ҳаққи боздошт кардан надорад. шуморо дар ҳамон кишвар амнияти ҳамон кишвар, мақомоти интизомӣ ҳамон кишвар ҳаққи боздошт кардану саволу ҷавоб кардан дорад. онҳо идораи пурсиш доранд, идораи полис доранд. барои ҳамин бародарони азизи гиромӣ ба ин масъала ҳам аҳамияти ҷиддӣ диҳед. ҳоло бародарон ишора карда истоданд ки аз WhatsApp занг мезананд. як занг аз WhatsApp қабул мекунем, боз суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. алло. Алло. Гуш мекунам шумо. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вам здоровья всем. Приветствую всех таджиков, где бы они ни находились, всех граждан бывшего Советского Союза из Таджикистана, где бы они ни находились. Дай Бог им всем здоровья, радости и счастья. Спасибо. Я предлагаю от имени всех женщин, матерей, таджикистанцев, граждан бывшего Таджикистана написать официальное обращение. Официальное обращение во все государственные структуры правозащитные в мире, где бы они ни находились. Защиты прав гражданина, защиты прав человека. И создать этот самый абсолютно верное понимание, что такое Иззатро ОМОН. Надо требовать, чтобы сделали несколько онлайн-пресс-конференций с Иззатро ОМОНом, с его защитниками онлайн, чтобы мы видели, что он живой. Может быть, его давным-давно убили, может быть, его уничтожили. Почему? Потому что такая практика в Таджикистане, вы все знаете, проводится. Вот вам, пожалуйста, тюремные машины, которые с Ленинабада в Душанбе отправляли. Сколько там смертей было? И все они были убиты. Вот поэтому мы требуем от имени всех жителей Таджикистана, независимо от их вероисповедания, социального происхождения, национальности, требуем, чтобы вот именно все международные организации по защите прав и свобод человека взялись за дело Иззатро ОМОНа. Почему? Потому что он в действительности помогал миллионам людей. Да. Его почему увезли? Потому что он уже был альтернативой теперешнему президенту Таджикистана. Он имел огромный заслуженный авторитет. И то, что у него было очень высокое образование, и то, что у него было человеческое понимание, и сердце, и разум у него болело за бедных несчастных мигрантов. Со своей стороны призываю всех женщин, всех трудовых мигрантов, чтобы особенно матерей, находящихся в трудовой миграции, не только в России, но и за рубежом. Вы смотрите, сколько наших матерей, женщин Таджикистана мучаются в арабских странах, несмотря что они себя мусульманскими странами называют. Их и насилуют, и убивают, и заставляют жить в рабстве, и все молчат. Почему? Потому что государство Таджикистана их продает в рабство. Надо написать официальные документы, заявления, обратиться куда? Слава Богу, что Путин человек лояльный, человек правдивый, человек, который действительно, у него душа болеет за весь бывший Советский Союз. Почему? Почему сейчас Евразия устраивает? Потому что правопреемником бывшего СССР является Россия. Все, кто находится в Российской Федерации, обязаны обратиться ко всем депутатам Государственной Думы. Слава Богу, что Максим Шевченко и другие депутаты болеют душой за мигрантов, не только из Таджикистана. Вы смотрите, что творится в этом МФЦ Сахарова. Там люди неделями спят под дождем, под ливнем. Неужели так трудно взять, написать 2 огромных баннера, плаката, написать очередь для продлевания патента, другая очередь для легализации? Уважаемый министр внутренних дел Российской Федерации, уважаемый Колокольцев,
Я лично обращаюсь к вам от имени всех этих людей. Вы смотрите, ежедневно там находится от 5 до 7 тысяч человек. Они ведь люди. Они ведь помогают экономике своих стран, экономике России. У них рабочие места. Вот. Несмотря на то, что на них клевещут, что они террористы, салафиты, ваххабиты. Это, знаете, от нас очень далеко. Вот мы тоже граждане бывшего Советского Союза. Почему? Потому что мы все, у нас одна идеология. Любить, защищать Родину, быть правдивым. Не можешь помогать, хотя бы не мешай. Поэтому нам нужно, в действительности, никого не надо собирать нигде. Почему? Потому что 2-3 человека, там уже появятся шпионы негласные амнистии из Таджикистана. Эти бандиты от МВД Таджикистана, которые находятся в России. А они все головорезы в действительности. Для них не существует человеческой жизни. Поэтому еще раз требую, чтобы все международные организации потребовали онлайн пресс-конференции с живым или мертвым, а может быть уже в живых нету этого Иззатро ОМОНа, присутствие этих правозащитников, адвокатов, присутствие нужно еще отправить с Европы туда правозащитника. Почему? Потому что, чтобы его сын был, чтобы мы видели. Неужели вместо него какого-то куклу поставят, чтобы мы думали, что Иззатро ОМОН живой? Да, мы все убеждены, потому что Иззатро ОМОН был альтернативой Эмомали Рахмону. Почему? Потому что его уважали бедные, несчастные, беспомощные, находящиеся в ужасных нечеловеческих условиях мигранты из Таджикистана. Вы понимаете, когда была эта проклятая пандемия, как люди мучились, у них не было денег за квартиры оплачивать, как они спали в подвалах, как они, извините меня, в туалетах спали, это никто не видит. Почему должны люди мучиться? Я очень прошу, чтобы именно обратиться именно к уважаемому Путину, в Государственную Думу, ко всем депутатам, для того, чтобы они содействовали по освобождению гражданина России Иззатро ОМОНа. Потому что в действительности Тверской суд города Москвы нам не сходится дата рождения и место рождения этого Иззатро ОМОНа. Это совсем другой человек, которого лишили гражданства России. Он просто похищен, жестоко обманут и похищен. Что я еще хочу сказать? Мой Таджикистан, Парвардигор Худо, har ruz shmo yaktagi sherdil, yaktagi mard, yaktagi odami baor banomuz tavallud kune. Tamomi 30 sol shud in mardumoi ke dar muhojirat hastan budjeti Tojikistona pur meknan и таmomi bankora ay pulshon pur meknan и khonakoi soxtagiyosona и توبه کردم خدا نخواهم راهبرای حکومت تاجیکستان عقل و فراست نداشته باشند که همه جایی که سیل میبیاید، همه منطقه‌ای که سیل میبیاید، راههای سیل برای پول حرام شده فروشن به مردم که این روز ویار سیل برای این روز ویار لایقه محکم کنه و برای پول حرام شده نخواه کجا دن وای عقل و فراست شده کجای؟ Где специалисты из Советского Союза, которые запретили строить в советские времена? Почему? Потому что там в действительности свободное прохождение селевых потоков. Как могли они эти земли продавать бедным несчастным трудовым мигрантам этого Таджикистану? Чтобы деньги делать. Деньги делают во всем. Еще хочу сказать, что, иншаллах, если так угодно будет Всевышнему Аллаху, будет все хорошо. Иззатро ОМОНа привезут как гражданина России в Россию. Вот власти Таджикистана полностью проиграли информационную войну против оппозиции. Да. Лишение гражданства России, насильственный вывоз и заключение под стражу активного защитника прав таджикских трудовых мигрантов Иззатро ОМОНа в Душанбе произвел в умах граждан страны кардинально революционные изменения. Вдруг таджики перестали бояться, исчез глубинный страх из-за устроенного режимом с момента прихода Эмомали Рахмона к власти, атмосферу всеобщего подавления и насилия над народом. А власти не рады, что вывезли Иззатро ОМОНа в Таджикистан.
Теперь те, кто организовал его похищение и заплатил 3 миллиона рублей этим несчастным правоохранительным органам России, они даже не знают, что им делать. Вот из достоверных источников стало известно, что в начале апреля, после активизации трудовых мигрантов, организации ими митингов посольства, конечно, никакие митинги строить не надо. مردمی که در روسیه کار میکنه شما برای مهنت آمدگی شما قانونا رو بسیارش نمیفهمه برای وای هیچ وقت شما نخیزه پیش پاسولستو نروی یگان جدا میتینگ نکنه اینا همه خیلی آدمایی که به مانند مکسیم شوفچنکای به مانند دیگه دپوتاتایی که وایارا دیلشون وجدانشون ایمانشون ای یخل مسلمانا را 1000 بار قوی تره انا به هوایو обращаться کنه که هوایو روان پیش پوتین روان پیش колокольцев مجبور کنن که гражданин России из этого ОМОНа برگردونن. Фамиде? Порой авай, никакие митинги в посольстве не надо делать. Вот. Защищать можно его вот так именно, словами, защищать его можно через средства массовой информации на основе всех законодательств всего мира по защите прав человека и гражданина. Вот. Значит, Эмомали Рахмон с целью подавления протестных настроений мигрантов на территории России для подкупа коррумпированных представителей Российской Федерации, значит, правоохранительных органов, их содействие в этом процессе выделил $5 миллионов, $5 миллионов. Агар хамина бахаму ойлайки, ай хам соли навадуду тохозара кыште содян. در ترماه کشته شده مردم در ترماه گشنگیر مرده شده اگر خیشی تورای هوایی اوقات نبیارن او بیچاره‌های ترماه پر شدگی این تمام تاجیکستان یک کنسلاگری بزرگ شدگی مردم نه نان خوردن دارن نه آب نوشیدن دارن نه خو همه 100 سومونی پنسیه باشه و قریب 300 سومونی یک لینچه آرد نه خو مردم 1 سال 2 سال بوی گوشت نبینن نخوا برای 5 کیلو کارتیشکا زوری آدم نرسه آخه нахо и чиру печаю басари мардума. Также с целью поимки возвращения наиболее активных мигрантов и представителей таджикской диаспоры, являющихся гражданами России, дополнительно отправили в Россию большую группу специально отобранных людей из числа сотрудников силовых структур МВД и ГКН Таджикистана. В МВД России имеется список лиц, в том числе граждан России, уроженцев Таджикистана, подозреваемых правоохранительными органами Таджикистана в агитации и пропаганде против режима Эмомали Рахмона, которых должны за большую сумму лишить гражданства и как наподобие Карумата Шарипова, Иззатро ОМОНа и многих других насильственно возвращать в Душанбе и наказать их по всей строгости закона в кавычках. Все эти незаконные действия таджикских властей на территории России вызывают обратный эффект. Мардум боят ки хич вақт натарса, мардум донан ки инсонан башарият астан, донан ки метонан хифозат кнан аз хукуки кануни худшон. В России из-за пренебрежения к правам своих граждан, обесценивания российского паспорта и падения имиджа авторитета страны на международном уровне, некоторые общественно-политические деятели России уже активно критикуют практику российских чиновников по лишению гражданства и насильственного вывоза оппонентов режима Эмомали Рахмона, Таджикистан. Да здравствует Максим Шевченко! Да здравствует его человеческая политика в отношении всех. Он настоящий истинный депутат. Вот можно со всеми своими заявлениями направить на него. Он очень добрый, порядочный и очень справедливый человек. Вот. Эта критика с каждым днем расширяется, усиливается, поэтому можно иметь крайне негативные последствия для власти семьи Рахмона. Почему? Потому что он знает, что вся его семья от начала до конца является преступной, бандитской, коррумпированной, содержит полностью наркотрафик. Какой наркотрафик? Транснациональный наркотрафик. Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Киргизия. Вот поэтому эти земли тайком продал киргизам,
поэтому бедный несчастный Махмад-Али-Шо Искандаров, генерал-майор, раздал там оружие, собрал участников афганских войск, людей, которые имели это самое, как говорится, опыт боевых действий и карательных действий. А сейчас что? Хотят все свалить на этого генерала, на этого народного генерала. Вот в условиях... Алло. Да, слушаем. В условиях углубления затяжного тяжелого социально-экономического кризиса, обнищания населения Таджикистана, неуверенности в завтрашнем дне, абсолютного отсутствия надежды жизни страны на улучшение этой ситуации в ближайшие годы, тотального подавления инакомыслия и силовое преследование угодных режиму граждан ставит под сомнение само существование власти Эмомали Рахмона. Таджикистан постепенно превращается в один концлагерь, где жизнь простых граждан становится нестерпимым. В ближайшее время за процессом проигрыша таджикских властей в информационной войне против оппозиции неминуемо последует крах и падение диктаторского режима в силе Рахмона. Никакие социально-экономические, политические реформы и силовая поддержка извне уже не могут предотвратить этот закономерный и объективный процесс трагического конца нынешней власти Таджикистана. Вот только добровольное отречение Эмомали Рахмона и всех его членов, всех преступных кланов его членов, и всех этих 4000 человек, которые живут за счет мигрантов, за счет таджиков, в некоторое время может смягчить крайне негативные последствия и такого же трагического конца политического режима. Спасибо большое. Вот вы так трогательно выступили. Вообще не хотел вас перебивать. Но многие вот здесь у нас ждут, чтобы выступить. Поэтому есть что-нибудь еще у вас добавить? Пожалуйста, даем вам еще 1 минут и потом продолжаем. А сколько у вас женщин выступающих? Почему только одни мужчины выступают? Я мать, женщина, бабушка, выходит из Таджикистана. Мне не даете говорить всю правду. Надо, чтобы люди знали, мардум фаме чига пахаварай, мардум шумо фаме чига пахаварай. Натанхо аз дифо кардан аз иззат амон, балки дифо кардан аз ҳар як кадоми шумо. Дифои кардан аз ҳар як шумо ки мардуми Тоҷикистон ҳастед, дар куҷо ки набоше, шумо ҳақ доре барои кор кардан дар ватани худтон, кани заводову фабрикаҳо, кани ҷойҳои кори шумо, кани колхозу совхозҳо, барои чӣ инқадар гушнагӣ, инқадар ташнагӣ, инқадар қашоқи шумо мебардоред? Если вы хотите, я закончу. инқадар боз хазинаҳо бо забони тоҷикӣ ҳам доред ки дигар метавонистем танҳо бо худатон як барномаи ҷудогона дошта бошем. Вақте ки шумо суханрониро сар кардед, ҷо ба ҷо ман гуфтам бо ин қонун ҳатман бо худашон ҷудогона махсус як барнома ташкил кардан дар кор аст. Вақте ки шумо суханрониро сар кардед, аллакай 200 нафар тамошобинони мо зиёд шуданд, чунки ин гапҳои шумо, ҳарфҳои шумо ҳамаш аз вақте ки на танҳо аз забон, балки аз қаъри дил баромада истодааст, ба дилҳо рафта мечаспад. мардум доранд, тамошобинони мо барои шунидани суҳбатҳои шумо зиёд мешаванд, аммо ба хотири он ки мо дигаронро ҳам наранҷонем, инҷо бо шумо... Извините, давайте я представлюсь. Я звоню вам из Дальнего Востока. Меня зовут Майрамби Шарифзода, мне 86 лет. Я бывшая соседка Сангака Сафарова, который обещал нам Советский Союз и этого не сделал. Поэтому, если я кого-то обидела, конечно, я приношу свои глубочайшие извинения, но я сказала всю правду, а правду никогда нельзя закрыть. Солнце нельзя закрыть подолом своим. Всем таджикистанцам, всем мигрантам в мире, всем людям на свете желаю мира, добра, радости и счастья. Дай Бог, чтобы все наши молитвы Всевышнего услышал, чтобы эти ковиды исчезли из земли, чтобы не было вот этих неожиданных взрывов,
не было вот этих стихийных бедствий, землетрясений, катастроф, катаклизм. تشکر زیاد به شما. اینجا بسیار در کامنتار یوتیوب با جانبداری شما حرف زده ایستادند، گفته ایستادند، بسیار سخنهای خوب زده ایستادند. Пусть эта женщина говорит, мы слушаем, она правда говорит. و بسیار همین خیلی حرفهای زیاد ایستاده. بعضیا طلب کرده ایستادند که شما رئیس تاجیکان باشید و در مسکو یگان آفیس داشته باشید. اینجا بسیار پیشنهادها شده ایستاده است. انشالله من به شما پیشنهاد میکنم که همین طرف در برنامه‌های ما فعال باشید و شما که از واتساپ زنگ زدید، الکی رقمی واتساپ ما در شما الکی هست، بیایید در واتساپ با هم بدون این برنامه نیست صحبت ها داشته باشیم و مشورت های خود را به ما دریغ ندارید. سلامت باشید. Всего вам доброго. Спасибо لا большое. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Берегите себя. تشکر زیاد. سلامت باشید. برادر مهاجر بفرمایید. السلام علیکم برادر شوکت محمد. سلام خود را به تمام بینندگان مهاجران میرسونم. بعد گفتنیم در همین قضیه برادر ایزدامان از دولت جمهوری تاجیکستان قاطعانه طلب میکنم که برادر ایزدامان را زودتر رها کنند. به خاطر چی که همین سرگردونی مهاجرها حاضر همین شورود به حد زیاد است. اگر کدوم انسانی که ای کارگری همین حکومت یا که مثلا پاسولستوا میخواه که درک کنه که چی مثلا امین یک کار مهاجر حل کنه، میفهمه که چی مشکلی داره. برای یک در کابینت زدن، برای یک کار مهاجر حل کردن، این چنان مردی میخواه، دل جگر در کار، به زبان عادی مثلا خودمون میگیم. لیکن متاسفانه خیلی کار ناخوب کردن، خطای سخت هم کردن که یک مثلا انسانی که در خدمت همین مردم کمبغل و پوچکنده بود، ایرا گرفتن بردن، البته که کار ناخوب کردن. بعد من یک چیزا گفتنیم که همین عبدالقادر طلبک خیلی نامردانه صحبت کرد، خطی ایزدامان که مثلا همین مخالفت داشتن در بین همدیگر، گفت که ایزدامان در همون طور تنیدگی خودش مثلا پیچید. مقصد که مکزیکا چند میلیون مهاجر داره در امریکا، مثل ایزدامان نداره. خب روسیه چند میلیون مهاجر داره در اروپا، مثل ایزدامان نداره، پاسپورت خدمت میکنه. ازبکستان همچنین همسایه دولت که 3 میلیون قریب زیادتر مهاجر داره در روسیه، مثل ایزدامان نداره، پاسپورت خدمت میکنه. ایزدامان کیه که خودش مقصد خودسرانه مقصد چیش کویده و خدمت میکنه. که من یه چی گفتنیم، عبدالقادر طلبک چه خیلی نفهمیدی، همین معلوم میشه که پاسپورت ازبکستان یا مکزیکا یا که روسیه پاسپورتشو خدمت خلقشو میکنن، پاسپورت ما نمیکنه خدمت خلق. برای چی؟ من خودم دلیل میارم. وقتی ما کار کردیم 150,000 پلو موندگی، یعنی 3-4 تاجیک بودیم. برادر ازبکستان 65-68 نفر بودن. والله اعلم همین خیلی زیاد کم، خدا بهتر میدونه. با پاسپورتش مراجعت کردن، پاسپورتش اومد، پلوشون رو گرفتن دادن، پلوشون هم گذروندن. ما 3-4 تاجیکی که موندیم پلو ما گرفتن نتونستیم. با پاسپورت زنگ بزنیم تلفناشون نمیبردارن، اگر بردارن هم حوصله گپ زدن با ما ندارن. با کی مراجعت کنیم پلومون رو بگیریم؟ قانونی کار کردیم، افیسال نه، تردوی دوگور خطی که ایزد برادر ایزدامان انسانایی که به دوگور کار کردن، چسنی بود وای بود، میرفت دبیت میکرد، چنین زورستگی پلوشو میگرفت میداد. اویش که زورش هم نمیرسید، میرفت در قطار همونا چخ میکرد که قوت دل مردم مهاجر بود در حقیقت. بعد رفتن برادر ایزدامان علاقه همین مردم تاجیکستان روز پراکنده و یک نمیدونم اخی معلومه که چی وایشیده. برای ما هر شنکی بود قوت دل بود. یک نه برادرایی که یک فلاکت باروش میورد، ما میتونستیم که همون برادر ایزدامان مثلا کمک کنیم، همدیگر را دستگیری کنیم در چی وضعیتی که نباشه. نه که این مقصد دیگه بازی همه در همه کار معلومه. برای دکومنت هم من یه خیلی مالی ایزدامان رو برده کو پاسپورت با کی مراجعت کنیم؟ امروز دکومنت مشکلی اومده، برای یک دکومنت رو حل کردن نه پاسپورت و یگان کانال داره، نه یگان
جا داره یا تلفن برای مردم مهاجر داره که ما زنگ بزنیم اقلا اینو یک چی پرسیم که ما چیکار کنیم برای دکومنتوم ما را یاردم کنن. میگن پیش پس در رادیو آزادی گوش کرده میگه که قضاوت قانونی کنه با پس نیکا گوش نکنه. خب با پس نیکا گوش نمیکنیم. با شما نخواهیم ما را یگان راه نشون بده که ما گپای شما را گوش کنیم عمل کنیم. نداره. وقتی قوت که نداره انسان فعال برای چی میبره اینجا؟ برای چی؟ شما یک روز یک تدبیر رو بالای برنامه یک کانال بشکو با مهاجرا صحبت کن. یک بار یک دولت کلونه که ما تو حاضر من احترام که دولت تاجیکستان دولت بقوت داریم. نخو یک انسان نشوه که برای مردم مهاجر کانال بشکویه و برای مردم درد دل مردم بشنوه خدمت مردم کنه. آخی در عقل تغری نمیگیره. هیچ خیلی مثالی من یک فرد مهاجر یک عذاب کشیده که همین کار کردم پلان نگرفتم ماه دو ماه عذاب کشیدم مای ایون پول ما نگرفتیم. اینا مثال میشه بعد چه وای کنیم با کی مراجعت کنیم؟ میگن که خابینا ما خواب میکنیم دهنو مسکوش کلی میکنیم گپ نمیزنیم. خیلی زور میاد که گپ میزنیم. اینجا یک مسئله هست. چندین بار یک چیز رو گفتنی بودم به سبب اون که همین رو گیران باز هم حکومت تاجیکستان به همون سیاست خودشون استفاده نکنن. نگفتم اما اینجا میگویم بگذار به سیاست خودشون استفاده کنن و ما مهاجران رو آگاهی میدیم که این مسئله هوشیار باشن. ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان چندین تلویزیون دارد. مایل است در دیگر کشورها نماینده نداشته باشد، کرسپاندنت نداشته باشد. در روسیه که 2 میلیون نفر میگویند خیر بگذار طبق امور رسمی روسیه 1 میلیون نفر مهاجر دارد. یک کرسپاندنتی که از روسیه به تاجیکستان خبر فرستاند از حال زور مهاجران به پدر و مادرانشون یک گزارش فرستاده باشد هر روز ندارد و حال زور یک کرسپاندنتی که از حال زور مهاجران بپرسد چه حال داری، در چه شرایط هستی، در چه شرایط سیاسی، در چه شرایط حقوقی، در چه شرایط اجتماعی هستی نمیپرسد. یک نماینده ندارد، یک کرسپاندنت ندارد. میبایست حکومت جمهوری تاجیکستان در هر یک ولایت روسیه کرسپاندنت میداشت. هر یک شبکه تلویزیونی خصوصا برنامه‌های خبریش ندارن. برادر شوکت محمد اگر یک انسانی که در خدمت همین باشه همین مردم مهاجر به همون 10 روبل 50 روبل باور که اویله که هوای میتیان همین که یک همین مردم ما مقصد دستگیری کنیم هم دیگه را یک وقتی قینی مشکل در سر این نیست. گپ در سر اون است که اونها میدونن که مهاجران چی میگویند. اونها میدونن که حال مهاجر چی است. برای همین این کار رو نمیکنن. حال اون که اونها باید پیش از همه یک تلویزیون داشته باشی از وضعیت خلق در بیرون گپ زدن نتواند، انعکاس کردن نتواند. اون تلویزیون چیکار میکند؟ کارگزاران این تلویزیون در اون شبکه تلویزیونی چه علف میخورن؟ بله من برای چی گفتم اولی که باید تامین میکنم برادر شوکت محمد شما شبکه‌های تلویزیونی از حال زور شهروندانش خبر داده میستد. در همه ولایت ها نماینده ها دارد. مثلا گریم چندین تلویزیون ها در همه ولایت های روسیه نماینده دارند. ما در روسیه 1 میلیون طبق اطلاع رسمی آمار رسمی و 2 میلیون غیر رسمی ما شهروند داریم، مهاجر داریم. چرا از حال زور آنها گزارش نمیکنید؟ باز میگید که عزت امان کی شده است که از خلق از مهاجران چی میکرده است؟ دفاع میکرده است. وقتی که از ایده خودتون انعکاس خبرها نمیبرید، خودتون نمیتونید از حال زوری مهاجرین باخبر باشید. حالا اینها این پیشنهاد ما رو میگیرن، میدونید چیکار میکنن؟ این پیشنهاد ما رو میگیرن چند چاپلوس چند نفر لگن برداران رو به پیش میکروفون میبرن در همین روسیه میگن حال ما خوب است، بهترین است، من اینجا بینید ما کلبسه خورده ایستاده، من اینجا بینید ما هر روزه گوشت میخوریم، من اینجا بینید فلان $1000 پول کار کرده ایستاده، فلان 1000 روبل پول کار کرده ایستاده و چند نفر رو میبرن با همین خیلی. من به خاطر همین نکردم، لیکن بگذار چنین باشد. برادر شوکت محمد کلبسه و باید در اینجا همون سگاش رو میخرن. گپ در کلبسه خوردن آدم وقتش چاق نمیروه. در یک دکومنتی کاغذی که مثلا همین داودا میکنی راست میکنی باید بفهمی که چه خیل بکنیش. خیلی ما راست گپ نمیدونیم قانون از بله با خبر نه که همون برادر عزت امون بود. خیلی مردم هم مثلا
ҳушор мекард худшиносӣ ву тарзи гап задан бо масад ами кормандони орган қати масад чӣ хел суҳбат кунӣ мундагирифт кунӣ ҳаракат накунӣ ки ҷангу ҷанҷол накунӣ беҳуда чизе ки ҳамаш мо ҳамун шунавида будем ягон ҷой ба ҷош нест хеле ҳамин суханои хуб суханои ки вай буд мисол мефаҳмум албатта дар вақте ки ҳар як инсоне ки болои барнома мебирояд бихоҳӣ нахоҳӣ иштибоҳ мекунад я зиёдаравӣ мекунад не ки он намешавад ки барои як кори вай мисол иқа ҷазои сахтиш бутӣ мешид ки як мебировард мисол як ҳамин кормандон мисол давлат мехост ки бародари задамон ту рафторот нодуруст рафторта туғрӣ кун ҳамун чӣ бадие ки барои мардуми муҳоҷир карда буд дар куҷо барои мардуми муҳоҷир зарар расонда буд من شخصا خرسان بودم همونی که در وقت همین پاندمی شد کود دستگیری وقتی که مردم باور که ایتر سره اکا من شناسای دختر بدن وقتی یک برادر و رفیق مکسر شد در پاندمی گفتمش که بریم دارو و کل خیلی برادر موید واگوش محکم کردن هیچ خراکش ندادن صرف محکم شو کردن که نه خرید نزدیک نشه باور که ترس توی جرجر بکی نه پراربش کنیم فهمیدیم گفتم چخیل برادر ما اگر که بمرم و ما میمریم دیگه چی میشه نه که در وقتی در دیدم در یوتیوب که برادر عزت امون همین کوشش دورای مثلا در ایرپورت ها میره و یک کسان وقتی اشک میریزه آخی نمیخواد اگر دل داشته باشی این میانجیگری هر کس کرده نمیتونه آخی طریق کرده خود کمک هم مثال بله و درسته که مثال عزت امون مثلا میلیونر نیست ای طرف روسیه هم شاید یاردم کردن دیگه طرفای برادرایی که بدن مثال خیرخواهی بدن یاردم کردن خود مهاجر خودشو به هر سبب با عهده گرفت این کارا پیش دروش این کارا حل کرد هیچ کس نمیتونه این کارا بکنی من خودم یک کار یک برادر کسل میشم میگم دخترش برام باور که دزی دختر چاق این کار یه انسان بود کردن با دهان گفتن آسونه یا در یوتیوب دیدن آسونه اگر کسی که میخواد همین را درک کنی برای کار یک برادر حل که ان شاء الله میفهمی تو کایا بعد بر کار همین آدمای پاسورس میگم که چی درد میخرن که وقتی که ما را مثال اینا نمیبینیم شو در کجا منم آدم پاسورس را با بخورم که بگم برادر اینا پلی مرا ندادن افیسال نکار کرد اینا کاغذام اینا دوای دفعهش اینا تردوای داغ آورش او کار کردن پل منو دادم چه کاری 50000 با دهن میگم مهنت کردیم اچ خدای نکرده هم بولو چم زنی اگر حرم امری بولو هم بلندی و وای میکنی نه که هم قجونه و کلا گرفتیم برای سمپل کار کردن داخل پل منو دادن اگر خیلی افیسال نبود میتونه که ما رو عیبور کنن افیسال نه که دهمی هم حق دارن که باید اساس و ما این کارو بکنن او برای چی ازبکستان برادر ازبکستان من گرفتن 68 نفر بودن قریب پلاشون گرفتن 3 4 توجی که ما فقط موندیم او بعد میگه که توجیتون اینو معلومه ده همش کوچ میگم نمیزنم نه که دو کار حق دیگر انتظار هستند ما با دیگران هم نوبت بدهیم در پناه الله باشه در پناه الله باشه اگر یگان گپی مثلا نوتوغری گفته باشم یگان زیاده روی کرده باشه احمد معذرت میخوام کردید بسیار سخنرانی خوب کردید برادر عزیز من یک دو از پیشنهاداتتون رو اوکی اکی شوکت جان تو همجا را سرچم به خدا اگر نمیفورم و اینجا را سرچ اگه دیگه توقعت که نمیشه واقعا هم از سودم رفتم عریضه هم نوشتم جواب عریضه من ندادن والنتینا چوب کنه نوشتم گفت که عریضه شما رو میگیرن رنگ بوماگا میپرت و استفاده میبرن رنگ توالت بوماگا دایش که کار نمیشه آخه با کی مراجعت کنم عزت اما دلم بود که به همون مراجعت نیست با کی مراجعت کنم کی بگم که می کارم حل کنه پیرو کار میشه تشکر زیاد برادر عزیز ما نوبت رو با عبدالمولان میدهیم بعد استاد گرامی اگر اینجا باشند ایشون عبدالستار چند سوال پیدا شده است آماده باشند حالا عبدالمولان هستید شما السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته السلام علیکم برادر شوکت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من سلام عرض میکنم به همه و با همه تماشابینان برنامه شما و نقطه نظری خود را ابراز کردنی هم نسبت قضیه عزت امان البته هم آزادی میخواهیم با عزت امان و با دیگر محبوسان سیاسی تاجیکستان که ناحق پس پنجره روز میگذرانند بعد برادر شوکت من یک دو تکلیف داشتم تکلیف اولین هم همین که چخیل که علاقه گفته گذاشتن همون استفاده که پیش داشتیم دوام دهیم بعد البته برنامه های خیلی هر روز نباشدم اقلا روز در میان همه همین حاضر رسانه های
مخالفین خواه چی شما باشید پیام خواه از اکی محمد اقبال باشه خواه گروه 24 باشد فرق ندارد مسئله عزت امانه این میانه سبب شد که کمی ماه رمضان بود و دیگر خیلی قضیه ها داشتیم این زدو خورد قرقیزستان و بین قرقیزستان تاجیکستان بعد این مسئله های حادثه های طبیعی و دیگر خیلی مسئله وقتی ما کمی دور شدیم از قضیه عزت امان با همین با کمک تیز برنامه رو کردن و اساسا تکلیف من این است برادر شوکت که یک پتیسیه تشکیل داده شود و لینک اون پتیسیه به همه رسانه های مخالفین گذاشته شود. قطع نظر پیام تیوی است، گروه 24 است، اصلاح تیوی است، از اونی برادر شرافیدین گدایف است، از اونی محیدین کبیری است. همون لینک گذاشته شود و در اون برنامه یک اعلان گذاشته شود که همه با اون لینک با اون پتیسیه در آمده امضای خود را گذارند و با اونجا فکر و عقیده خود را چی کنند. این پتیسیه رو چخل که در خاطر داشته باشید ما با بابای دانا تشکیل کرده بودیم. Human Rights Watch روی کرده شود این پتیسیه یک نسخش باشد که با سازمان ملل متحد چی روی کرده شود و با دیگر همین خیلی چی تشکیلات هایی که مبارزه میبرند برای آزادی حقوقی انسان. اینجا این مسئله اگر یک دو دقیقه دیگر فرصت میدادید برادر شوکت من میخواستم نقطه نظر خودم رو علاقه در این باره شما برنامه داشتید در باره همین برادرانی که در فرودگاه ها انتظاری پروازند یک دو دقیقه ایستاده گذارم با رخصت شما. البته برادر عزیز میتوانیم یک دو نفر رو اول شنویم بعد باز به شما برگردیم. باشد. تشکر زیاد تا اینکه دیگران رو بسیار انتظار نکنیم. حالا استاد عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی با ما هستند. با ما گفته بودند که چی هم دارند جلسه هم دارند درباره خود همین عزت امان امروز بعد دقیقه های بشمار. اینجا چند سوال به میان آمد به شما و به اکای بابا جان و اکای بابا جان هم گفتن که چه کار مهمشان پیدا شده و اینجا ما مجبوریم که از شما پرسیم. اینجا گفته شد که اگر اون خانم رو شنیده باشد مادر رو شنیده باشد بسیار یک چندین پیشنهاد ها کردند چندین پیشنهاد ها شد و گفتند که پیش سفارت نروید و عموما همین دفاعی مکتوب ها تشکیل کرده شود و مکتوب ها افیциальні обращення یعنی یک رسما یک مراجعه رسمی نوشته شود و با سازمان های دفاعی حقوق بشر فرستاده شود و طلب کرده شود که عزت امان را آزاد کنند و امروز قضیه تاجیکستان با آنها شناس کرده شود. اما شما گفتید که در اول برنامه این کار را کرده ایستاده اید. آیا چنین هست و از نام مادران حتی اینجا پیشنهاد شد که از نام مادران یک مکتوب کرده شود و دویم چیزی که من از شما میپرسم این است که این خانم این مادر گفتند که در زندان اگر مردم یعنی خویشاوندان پیوندان زندانیان اگر به زندان خوراک نبرند خود حکومت تاجیکستان توان این را ندارد که زندانیان را به خوراک تامین کند. در این حالت چرا حکومت کوشش میکند از هر یک نفر کشور گناهکار تراشد، اکستریمیست تراشد، تروریست تراشد و زندان ها را پر کرده پرتافته است به جای 200 نفر 1000 نفر را جا میکند؟
وقتی که زندانیان رو توانی به خوراک تامین کردن ندارد. میخواستم به هر دمی سوال جواب میدادید. تشکر شوکت جان. پیش از همه من امیر گفتم که این مدلی که در اینجا صحبت کردن خیلی هم واقعا هم از دل مردم، از دل همه گفتن، واقعا هم سخنهای خیلی خوب، جالب، درد دل تمام ملت را گفتن. دستشون در نکند. خداوند این مادر عزیز را در حفظ پناهش نگه می‌دارد و خداوند چون این مادران را صبر زیاد کنند. واقعا هم اینها شیرزن هستند. خب در رابطه آن که گفتن که در نزد سفارتخانه یعنی منظورشون سفارتخانه کشور روسیه بود، واقعا هم درست گفتن و برادر دیگر هم به فکرم به نام ابوبکر گفتن که در نزد سفارتخانه جمع نشوند، بخصوص سفارتخانه منظورشون روسیه بود و هیچ وجه نباید در نزد سفارتخانه روسیه خود حاضرش جمع شوند، زیرا که ما دیدیم نتیجهش که به مردم چه رفتار کردن. هم مقامات فدراسیون روسیه با یک جایگی مقامات های قدرت کشور تاجیکستان مردم را دیپورت کردن. خب جریمه های خیلی وزنین بستن، خب زندان کردن و اونایی که به تاجیکستان دیپورت شدن دیگه معلوم است که اونا دیگر همه تهمت را سرشون بار بکنند، حتی تمغه تروریستی و اکستریمیستی و ضد دولت و خب دیگر ها. من شما اگر اهمیت داده باشه در اول گفتم که باید که به همه سفارتخانه، منظوری من از همه سفارتخانه های امنی که در اروپا هستند، خب سفارتخانه آلمان و اتریش و دیگر کشورهایی که حکومت تاجیکستان در آنجا سفارتخانه دارند، خب اوکراین هم می شود، گرجستان و دیگر جایی که در آنجا دیگر مقامات و دست آهنین رژیم رحمانه میرسد و به مردم جو فشار نمیارند و مردم میتوانند که به نزد سازمان امنیتی همکاری اروپا و دیگر سازمان ملل متحد، کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان هایی که خب دیگر ما میدونیم در اروپا هستند، با اونها جو حتما باید مراجعت کنند و اتحاد اروپا و دیگر جایها. خب در قضیه اینه که ما در گفتن که خوراک نمیرسد، ببینید تاجیکستان بودجه دارد که برای زندانیان پول جدا میکنند و اینها آزمون اعلام میکنند. من اینا رو میدونستم چون من کار میکردم در چنین کارها. تند بگه به خالی که مردم معروف هست، آزمون رو اعلام میکرد بیرژه و وقتی که این یک انسان میخواست که در اونجا شرکت کنه در اون آزمون و اون حجت ها رو بگیرد و در آزمون شرکت کنه و برای کسی که نرخ کمتر میموند یا یک نرخ موافق میموند و باید که خریداری میکنند، مال میبرد میسپاره در اون کمیته مالکی مربوطه سازمان ها چی است، وزارتخانه قدرتی به مثل زندان و اینها هستند. در اینجا از اونها پول طلب میکنند و وقتی که اینا میخوان خرید کنند برای زندان، همون شرکت میخواد که خرید کنند، باید که در اون سرایست جزای زندانی میشد کمیته همون باید بارش سپارد. مثال خب دیگر نمیدونم آرد است و گوشت است یا که خب مسکه دیگر چیزها، حتما از اون میگن که تو همون پولش اگر در ما بسپار و ما اینو خرید میکنیم خودمون، چند فیصدش خود اون رو برایت بگیرن. این خیلی بود، این خدا شاهد است. چندین نفر بودن کار میکردن، میگفتن که یک قصه معلش اونا میگیرن، یک قصه دیگرش، یک قسم دیگرش که باید در آزمون شرکت کنن، اونش دیگر همون خودی در بیرجا اول رهبرش خودی همین داماد پرزیدنت ظاهر بود و بعد نفر خودش مونده که بود. این چیز معلوم هستن دیگه، حق معین داشتن. خلاصه که از اون 100% مالی که خرید میشود 50%ش در کیسه اینا میرود و اون 50% دیگه خرید میکنن میبرن و بعد در زندان ها تقسیم میکنن، اونم به دهانی زندانیان نمیرسن. شاید خرید گفت این مادر میگن اوزق خوراکی زندانیان را پیوندانشون میبرند. وقتی که شما گفته ایستادید که شما میدونستید پول رو هم تو پول خودش رو بیار ما خودمون خرید میکنیم، میگن این میبرد که تماما خرید بکنند. بله، وقتی که آنها اون آزمون میبرند یعنی که غالب میآیند و باید اکن دیگر فرمایشگر سریعت جزای زندانی باید بار قبول کنند. فرمایشگر خودی بیرجا از پول بگذراند، این مبلغ باید انسان آدمی که در آزمون شرکت کرد اینو باید خرید کند. نمیدونم 30 تن روغن است، 30 تن برنج است باید برد. خب با دانش فرد اون میگه که حاشیه همین هست بیاره اینجا شد. خلاصه که زندان ما رو یا مسلم است، معلوم است که بعد دهن اونها هیچ نمیرسد، یک مقداری هم و دیگه هممون میدونیم این آشکار است که هم از آدمای خب اونانی که زندانی ها دارن خودشون میبرند اون
به قول مهاجر بگن که پیرده و پول میبرند و پول میگذارند، این چیزها هم هست. خب دیگر با فکرم سوال همین بود که همین خیلی میشد این مادر خب من گفتنی هم که برادر رو پیشنهاد کردن نروند در سفارتخانه، واقعا هم سفارتی روسیه حالا در از کشور سفارت تاجیکستان در کشور روسیه هست خطر است. ما دیدیم چقدر به مردم ظلم شد و مهاجران بیچاره چقدر اونها رو مجبور کردن جریمه پرداخت کردن و بعدا با مدت نمیدونم تا 25 سال هم توجه شدیم 25,000 سوم امون روسی اونا را جریمه کردن و بعدا اونها را با 25 سالی چیکار کردن؟ دیپورت کردن، استیلاج کردن. و من یک خواستی دیگه هم داشتم، من خواهش میکنم بخصوص از برادران گروهی بسیار که صدای بر کسی میشنون، خواهش میکنم کسانی که در کشور روسیه هستن، من هم چندین بار گفته بودم و شوبیدیر بدل زنگ زده بودم و دیگر نفران زنگ زده بودم که خواهش میکنم در روسیه احتیاط باشید در کشور روسیه. من خواهش میکنم کسانی که امکان برآمدن دارند نباید اونجا بیستن. و دیده شدیم که من دیروزم یکی از نماینده های گروهی بسیار احمد جان احمد جان که حالا ما در جلسه مسئله رو مطرح میکنیم میبینیم نامعلوم است، تقدیر همون آدم نامعلوم است. امروز یک هفته میشود که اون را بردن، دزدیدن، به قتل رسوندن، نمیدونم چون چنین کارها بود، مثل که احسان عادینه 4 سال میشود 3 سال میشود که تا حال معلوم نیست. خب تو جای بعضی خبرهای خوب هم هست ولی خب امید داریم که چی شد شوبیدین بدالف؟ بله شوبیدین بدالف قضیه خب دیدیم که شوبیدین بدالف در کشور روسیه بود، پناهندگی کشور روسیه را داشت و کشور وقتی که همون روزی که پناهندگیش مدتش ادا شد و باز میخواست رفته تمدید کند، همون روز گفتن دیگه اونا بگیم که غیر قانونی گفتن استبداد کردن، مثل همین ایزات امون دیگران. تعیین در کجا است وزیر؟ یکو خبر دارید شوبیدین بدالف در صدای شما قطع بس شوبیدین به طبق خبرها که در تاجیکستان از میگویند ولی تا امروز هیچ روشن نشده است که با چند سال زندان شده است. هیچ معلومه چقدر که تقدیر ایزد امان روشن است، کسی نمیدوند که امروز زنده است و یا مرده است. ولی ببینید همین است دیگه. ما فهمیدیم که ربودهشو با تاجیکستان برده شد و دیگر نامعلوم مثل دیگران تقدیرشون نامعلوم. امروز هم رحمت جان محمد جان هم همچنین. برای خواهش میکنم از برادران که از بخصوص از مبارزان که در روسیه و دیگر کشورهای پس از شوروی هستند که در اونجا دیگر دست رژیم رحمان و دست دیگر حکومتداران و کارمندان وزارت‌های قدرتی در راز هستند، در اونجا نبایستند و اگر برآمده هم نمیتونن خواهش میکنم یک مدت سکوت کنن، آرام بیستن تا که چون با تقدیر این برادر اسمش گفتیم کی بود شوبیدین بدالف و دیگران در تقدیر اونها نشد. مثل بسیاری از مهاجران با ما تماس میگیرند، بسیاری از مهاجران با ما تماس میگیرند و میگن که ما دیده بود دانسته کرده ایستادیم، میگن غالبیت و بر ضد رژیم بر ضد دیکتاتور بی قربانی به دست نمیباید، بگذار 1 نفر 10 نفر 20 نفر ما رو بازداشت کنند، ببرند شکنجه کنند بکشند، لیکن باید میگن غالبیت به دست آورد، با این دیگر نباید خاموش بود. به این چی میگید؟ راستی که ببینید ما کسی در تاجیکستان بود عذاب اینا را اون خودش میدونه و کسی که در با چنگالی رژیم بود میدونه. ما چند مدت من طبق اون تجربه هایی که میدونم چقدر خاندان ما خواهر و برادرانم تا حال اذیت میشوند در بیمارستان، در حتی در باره بیمار از ما هم اذیت میشوند، لیکن من مقصدم این که احتیاط باشد. اساسا مقصد حکومت جمهوری تاجیکستان این است که یک چند نفر رو بازداشت کند و یک چند نفر رو عذاب کند، شکنجه کند و چشم دیگران رو بترساند. پس ما باید خویشاوندانم رو بترسان اذیت کرد گفته باید خاموش باشیم؟ نه من منظورم از خویشاوندان نیست، منظورم که خود آنها احتیاط کنند که تقدیر احسان عادینه سرشون یا تقدیر شوبیدین بدالف سرشون نیاید. هر روز تهدید میکند، نام و نسبشون رو میدونیم و کدام نام ها میبراین میدونیم، هر روز تهدید میکنند، میکشیم پوره میکنیم، بعد بترسیم دیگر گپ نزنیم. نه شوکت جان شما فرق میکنیم، جای ما امن است. ما در کشورهای قرار داریم که خب مثلا ما در اتحاد ما در اروپا هستیم، شما اگر در خود اتحاد اروپا باشید در یک کشور هستید که مثل کشورهای ما امن است، دست حکومت تاجیکستان در اونجا نمیرسد. این از آنه که اینها میروند و زندان میشوند، مبارزان مثل شوبیدین بدالف و دیگران اینها باید در یک جایهای خوب باشند، این فعالان سیاسی که عمل کنند.
شرط نیست که 5-6 نفری که بازداشت بشن در روسیه باشند. اونا اگر در کشورهایی باشند که دست حکومت تاجیکستان در آنجا نرسد با آنها عمل کنند. از اینه که میروند زندان میشوند دیگر هیچ کس اونها در اکشن نمیوند. اونا واقعا هم حتما باید در یک جای در آزادی باشه، باید مبارزه برن. دیگه شرط نیست که دیگه همه ما خدا در قرآن میگه والا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، دیده و دونسته خود رو در هلاکت ناندازیم. ما باید قربانی شویم، نه ما باید در حالت قربانی شویم که قربانی ما نتیجه بده. ما در حالت باید که من میدونم به شهادت مردم برسند که رسالت خصوصا انجام بدن، بعد دیگر فکری دیگر نمیدونم دیگر فکرش کنم. فقط احتیاط منظور من این است که همه باید آرام باشن، همه باید سکوت کنن. ما باید در کشورهای اروپایی و در کشورهای بعضی از مثل اوکراین و نمیدونم گرجستان اینهایی که دست حکومت تاجیکستان دراز نیست، در اونجا حتما باید با تظاهرات ها برخیزیم. منظور من همین است، این است که باید مردم در روسیه آرام بشن. فقط آنهایی که دیگر موردی مثال مبارزه ایزد امان خیلی هم معتدلانه بود، خوب بود. خب دیگه معلوم است که از برای و از میشود که برای این فکت بسیار آوردن دیگر کمی برای امید هست که آزاد شود، ولی از اونایی که نه خبرشون از اونا رو میدزدن میبرن. تا حالا میدونم که حکومت تاجیکستان اعتراف نمیکنه که شامدی بدلف رو برده است یا احسان الدینف رو برده است یا نمیدونم این رحمت جان محمد جان و دیگرها رو. این برای ما دیگر من همچون از رهبر یک کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی همین خیلی لذت دارم که فقط احتیاط کنند. تشکر به شما استاد عزیز. تماشاگران گرامی با ما بودند عبدالستار بابایف، رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان که الحال در مقیم اروپا می باشند و در آنجا این کمیته فعالیت می برد. تشکر. شما خارج میشم جلسه داریم اگر اجازه باشه. بله سلامت باشید. خدا حافظ شما. نوبت رو ما با اسدالله میدهیم. اسدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماشاگران گرامی پیش از آن که برادر اسدالله سخن کنند از یکایی که شما خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید و نوار را به دیگران بفرستید تا اینکه آنها نیز آگاه شوند و به ما بپیوندند. و پیش از سخنرانی برادر اسدالله آماده شوید. یک ریکلام داریم که منظورتان میکنیم. سلام و درود با بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید.
و برنامه‌های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6. خب تشکر و با دقت شما تماشابینان عزیز گرامی. حالا برادر عزیز گرامی من اسدالله صحبت میکنند. بفرمایید برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته با همه خلق مهاجر و با همه خلق تاجیک و همه خلق مسلمان. در اینجا جمع شدیم اومدیم که بازم با مردم رسانیم که چطور اصول یک استراتژیایی که مقصد با مردم مخالف آسیبی نرساند. یک استراتژی خوب. باز چی گفتنی بودم درباره استراتژی در تاجیکستان باید ما یک استراتژی خوبی رو جاری کردن در کار. این خیلی عادی است. یک 2000 نفر جمع شدن در کار به خاطر همین قضیه عزت امان. 1000 نفر رنگ چیز بودید، همین اینفورماسیا رنگ مثل разведка. همین 1000 نفر دیگر ما باید پلیسا را، همین میلیسیایی که میبروین مثلا از پشت یک پست خودش، از پشت یک چیز جای خودش میروند، همین میلیسی‌ها را ما باید که چی کردن در کار؟ اسیر گرفتن در کار. اسیر گرفتن در کار و اونو یکم آسیب زدن در کار نیست، فقط اسیر گرفتن در کار. زیاد از 50 نفر 100 نفر میلیسای قطاری یا که افیسر باشد کسی باشد، خلق انا این بهترین استراتژی است که همین در همین جا التیمات موندن در کار که سیاسیون را از زندان خلاص کنند، بعد ما نفرها را به شما میدهیم. این استراتژی با فکر من که خوبترین بهترین استراتژی است. بعد مسئله زندان در این زندان ها یگان کس یگان چیز نمیده. من در زندان بودم سال 2006 بود. یک بلند میگن یک خوراکی همیتا نوچیز است، یک افسیانکا پیرلوفکا خیلی کروپا هم خیلی چیزا است محصولات، همون را میجوشانند. باید نمیدونم یگان چی باشد، یگان روغن باشد چی باشد که او را اگر پیش سگ موری سگ نمیخورد. در زندان ها همه передачка میگن، یک هم خیلی چیز است передачка میورن، مثلا غذا، نان، دیگر خوراک‌ها، دیگر چیزا همون هم میبیارن، باز هم همون طبقه و کاسه ها را نمیمونن. بعد درونای همون دو تا همون پاکت میگیرن، یک جایه میکنن، درونی همون خوراک‌ها را میریزن. نمیدونم تا همون پیش همون زندانی آمدن با چند چیز دیگر کمبودی است. مثال از خوراک میگیرن، از لباسا میکنن. یک چیزی مثال یک ناعدالتی در زندان ها بسیار هم مشکل است. ما در اونجا بودیم، یگان کس دشمنی ما رو در اونجا نبرد. برای همون خلق مهاجر احتیاط کنید در زندان. از اون زندان در غلطیدن در همون بهترش که همون ما مبارزه کنیم، همون در آزادی همون اگر که ما را آسیب کنند این بهتر. ما فکر میکنم بهترین چیز است. به خاطری که در زندان سیاسی هم نباشی. ما سیاسی هم نبودیم وقت. همین یک عادی یک مثال جنایتی که مثلا چی بگیم، یک مثلا یک جنایتی عادی، همون جنایت یک جنایت عادی که با یک همسایه یک زد و خورد شدگی، یک مثلا همین خیلی یک مناقشه، یک چیز شدگی، نافهمی، یک اون کاری چی، همون جدام همون در همون زندان اذیت میتن، برده همون شکنجه میکنن به خاطر پول. باز هم میگن پول بیارین، تلفن کن، میگن همون وارثات همون اکت دادرتا پول در کار. بسیار زندان‌های تاجیکستان
дар ягон ҷо ин хел режим ин хел мушкилӣ вуҷуд надорад. Дар Тоҷикистон ин мушкилиҳо ба хотире ки норасоӣ аст, дар ягон ҷо кор нест, маош кам аст, фасод аст. ба ҳамин хотир дар зиндонҳо шиканҷа зиёд астаст ки ба хотири пул зиёд дарёфт кардан ҳамин зиндониёро як телефонам мебиёранд, як занг мезанӣ бо ҳамун ҳамсарат ёки бо бародарат дар ҳамун дуруни зиндон 1 дақиқа 10 сомонӣ аст. ҳозир ҳамин шабу рӯз 10 сомонӣ метиҳӣ. Агар 10 дақиқа гап занӣ 100 сомонӣ метиҳӣ. баъд ту гап мезанӣ, як ҳолпурсӣ мекунӣ, чутури сози хубӣ. ин дар ягон ҷо чиз намеояд. барои ҳамун бародарон эҳтиёт бошед аз зиндонҳои Тоҷикистон. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам дар охир ки бародаро тан ба тан шавед, дигар бас аст миллатчигӣ, помирӣ, кулобӣ, ғармӣ. мо як касем, мо помирием. ман аз помирам, ман аз ҳисорум, ман аз кулобум, ман аз тоҷикистониям. тамом. дар ҳар ман дар ҳамон ҷо ҳастам. бале бале, ман бадарсонӣ, ман хуҷандӣ фарқ намекунад. мо тоҷико беурам тухми моро кам кардестиянд, мана куштестиянд. ними мардум муҳоҷир, ними мардума дар ҳамун дуруни зиндонҳо кушта партофтестиянд. ними саргардонӣ, гушнагӣ, ташнагӣ. ин чӣ ҳол аст? мардум биё сарҷамъ шавед, як стратегияи хубро ҷорӣ кунед дар Тоҷикистон, ба ақлу ба тамиз шуда як ду-се каса роҳбар гирифта. ман ҳамин стратегия беҳтарин стратегия ки ҳамин милисара фақат милиса меқапӣ, фақат мебарӣ асир. ҳамин як меги ки зиндониёнро аввал мисол зиндониёни сиёсӣ ки бегуноҳ ҳастанд. мо ба дигар оз зиндониёе ки гуноҳ доранд, майлаш гуноҳ карданд, ҷазоша бинанд. ба иззат амона озод кунед, фалон ҳамаро озод кунед, баъд асирҳоро мегирӣ аз мо. масалан дар ҳамин як вақт мо дар Армения будем, ҳамин корҳоро мекарданд. Армения бисёр халқи ҳамин хел бигем ба русӣ духавистия. ҳамин мераванд, заложник мегиранд, як ултиматум мемонанд, аммо нафар ҳамин ҳозир ҳамин вақти ҳамин муноқиша ҳамин шуда. шумо ин пешниҳодатон бисёр тунди бад нест? ва фикр мекунам ки мардум аз ин хел рисковат кардан, рафта митинг кардани худшона дар тир туфанг монданда, ин беҳтарин кор аст. як штаб ҳозир Иззат Амон ҳам мисли ин ки рабуда шудааст, мисли ин ки заложник аст. мо ҳам аз онҳо бояд кор бигирем, мисли онҳо бояд кор, мисли золимон кор бигирем. мо шиканҷа бояд натем. мо мегирем заложник дар ивази ин бояд ки сиёсиҳои моро чӣ кунанд, халос кунанд. хуб, ташаккур ба шумо бародари азизи гиромӣ, хеле пешниҳодҳоятон ҷолиб буд. ҳоло инҷо як бародар бо номи Абдумавлон тӯли 1 соат аст ки моро интизор ҳастанд то ба он кас ҳастанд ё не? Абдумавлон Абдумавлон алло, ҳаминҷаем бародар Шавкат. бале, баъд аз он як минут шавед. ман бародар Шавкат мехостам фикри худам. маро мешунавед? мешунавам. гап занед бародар ки вақти дигаронро нагиред. ман мехостам назари худро нисбати ҳамон бародарое ки дар фурудгоҳҳои Тоҷикистон имрӯз интизори парвозшон ҳастану парвоз карда наметавонанд, нисбати ҳамонҳо як каме иброз дошта бошам. як инҷо ман савол дорам. вақте ки ин кумитаи ҳамон чӣ будай, авиатсияи гражданӣ назди ҳукумат будай, бале, аз ҳаминҳо ман мехостам тариқи барномаи шумо як савол пеш орам, ба ҳаминҳо як савол матраҳ кунам. саволи ман ин аст: агар нархҳои ҳамон компанияи Россия ки
баланд бошад, ба онҳо чаро иҷозат доданд ки онҳо билет фурӯхтанд? Якумаш ин. Дуюмаш, чаро нархҳои сомонайро низ онҳо чӣ намекунанд, назорат намекунанд? инҷо ба ин саволи ман худам ҷавоб меёбам ки онҳо гапашон намегузарад ба компанияи Сомонайр, ба дигар ӯ духтари президенту домоти президенту гапашон намегузарад. Баъд имрӯз омадиянд акнун гӯё ки ба ин компаниёе ки аз Россия рафта мисол чиоя шаҳрвандои Тоҷикистона ба Россия оварданиянд, ба онҳо бо ин роҳе ки пеши аллакай ӯ самолёт бипарад, имрӯз рафтиянд пеши роҳи парвози ваёе гирифта бо инҷа халқ мардум чи аст, овора аст. инҷо ҳукумат худи падари ҳамун тахмин аст, зарина аст, ҳамун пешвои миллат аст, пасвои миллат аст, расвои миллат аст. худи Раҳмонов ба куҷо нигаҳ мекунад? худи писари Раҳмонов бародари ҳамун чи зарина аст, тахмина аст, ки аст Рустам ба куҷо нигоҳ мекунад? раиси шаҳри Душанбе, дуюм одам дар ҳукумат. чаро пеши роҳи ин корҳоро намегирад? ҳатман ин саволҳои шуморо мақомот шунида истодааст, тахминам шунида истодааст. иншоалло умед мебарем ки Рустам ҳам шунида истодааст. шояд падарашон агар нашунида истода бошад, ягон дига ҳамаашон шунида истоданд. иншоалло ҳозир сабр бародари азиз, мо ба бародар Ятимов ваъда кардем ки сухан мекунанд. ака гап зана, бонуш гап зана, понш гап зана, заряч пишише. Ятимов лаба ака, ман мехом навбат ма ба ҳамун заряч бучидагӣ битам. заряди ки бучидааст? кадоми гап зад ку зарядам бучид барам гуфтам. 44 ба фикрам гап задед, бале зарядам тамом шудааст гуфта. алло, лаба бифармоед бародари азиз. ака Шавкат сози хуби, саломати хуба? бале, кӯтоҳ ихчам мухтасар бифармоед. шит тамом ба вақто зарядам бучидага раҳмати кардам бародар бахшиш радаем мошина рада истодагим заряч поли мурдага чи надорум. ами ягона маълума ки и даюс ами халқа моҷира хуншама ки десай ғам до десай тоҷра ғам до десай най бародар инавози гап зад и гуфт ки милисора гу ами ҳама милисора залоб гирем ки даюс ку мега бипаронашону таслим намешава ира ку хича даф кандар ку ина бародар акам гап зад гапи зад ки ҳама ина милисора мо биқапем ку и даюс мега бикшеншону и корша намекунад ира ку хича нобуд кандар. истеъфо Раҳмонов даюс то вақте ҳам духтарои таъса чиёи таъса ку халқ дар азобай 3 сола азоб кашиде дар нами Россия азоб 22 сола ман Россия меём азобай. истеъфо Раҳмонов дармони худованд бародаро раҳмат кардам бародар. ташаккури зиёд бародар Ятимов, кӯтоҳ фикратонро мегуфтед, баъд аз он як нафари дигар аз WhatsApp навбат гирифта гирифтанд. хуб, фикри ман ҳамия ки мисол залоҷни гирифтани малесо намедонам то чанд қадар фикри хуб барои ки амомалӣ на дилш ба малесо месӯзад на ба мо мега дигарша бикишанд ман ҳамҷом да бестам бо мегирад терроризм эълон мекунад бо як ҷанги нав ташкил мекунад ба монанди соли 90. барои ҳамин фикри хубтарш ихела ки мо бояд барои бародаре ки мераванд дар Россия мисол дар пеши посолство чӣ мекунанд тазоҳурот мекунанд мо бояд хубтар фикр кунем ки зарбаи сахт кам патериякати чӣ хел зарба бизанем ба ҳамин Раҳмонов. ин хубтаре ки аммо одамое ки мисол тазоҳурот мекунанд барои иззатамон бараванд Тоҷикистонда пешин ҳамун кумитае ки кор метаку одаморо ба кор таъмин мекунад бараванд анамҷа кор талаб кунанд. одамое ки дар пеши аэропорт хованд барен дар ҳамҷа хов кунен бигӯен ки мора кор бите мудоме ки намемонӣ Россия барем қимате мора кор бите ҳамҷа 500,000 нафар ҷамъ шавад давлени омалӣ ҳамҷа буланд мешавад. барои ҳамин барен ам хел кунен бе патерия шуморо уҷа ичка намекиша ичка намезанату ё корхона мекунад ам чикор чизе гуфтам бигӯем мора кор бите ба кор таъмин мекунем. ҳатто одамое ки дар занбозоре корбозоре чев нишон метаку зана ку дар уҷа истодагианд мераванд
هر کار میکنن. اصلا هم خیلی کار بزرگ بود که مردی کار بزرگ آدمای همونجا هم برون همونجا جمع شون همه کسا. شما یکون میتینگ این میتینگ نیست برادر، کار طلب کنی همونجا برین بستین بگیم ما کار هر روز برین همونجا خوب کنی چیز دارین چه این قایقه چیز دارین برین همونجا. واقعا من با شما موافق هستم. در تاجیکستان مثلا گریم این میلیسه ها رو نمونده کار کنند و گرفتهشان از کوچه ها چند نفر دیگر بیکار خوجه رو میقپند میبرد میلیسه شان میموند و چند نفری که به فرونت خلقی قبول کرده بود از کوچه ها قبیده برده آنها از میلیسه های امروزه همون ها هستند. 50% میلیسه های امروزه همون نفرایی که در فرونت خلقی از کوچه قبیده برده آنها رو میلیسه کرده بودند. حالا ببینید بعد باز میبرد به جلسه آنها رو دعوت میکنه میگه کی بیدیده کشیده در کجا بودید من شما رو چیکار کردم به این حالت شما رو کی آورد گفته باز همین چی به نزدیکی در رسانه ها خبر شد که 1 سال 2 سال پیش بود در دنغره 500 نفر ببخشید 500 خر سرگردان است در کوچه ها پیش ماشین ها رو میبرد میدارد ماشین ها رو راهگردی نمیموند. بعد همین محمد اقبال صدرالدین در یک پستش نوشته بود که آخرا صاحب 500 خر از دنغره در همین وزارت ها وظیفه گرفتند و بگید خراشون رو جمع کنند. خوب برادر عزیز یکون ایروه دیگر دارید یک نفر از واتساپ نوبت پویده ایستادند. نه گپ زنن نه واتساپ گپ زنن. تشکر زیاد به شما. واتساپ الو گوش میکنم شما رو. صدا پس میبیاد. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به فکرم صدای استاد محمد سعید رضایی است که شناختمشان. بله. صداتون نهایت پس از استاد. خب حالا میبینیم چگونه شد. گپ زنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت جان قبل از همه تشکر و قدردانی من نسبت شما و تمامی دستاندرکاران شبکه پیام و همچنین به تمام بینندگان شما هموطنان عزیز و مهاجرانی که دور از وطن هستند میرسونم. خب در این قسمتی برنامه من نمیدونم صدا چگونه است. خوب است صداتون بفرمایید استاد. خب در این قسمتی برنامه میخواهم نظر خود را تقدیم بکنم که واقعا هم عزت امان برادرمون و قبل از او که دیگر برادرها بودن در قسمت مهاجرین قسمت حقوقی مهاجرین همکاری میکردن. خیلی هم شخصیت های قدردان خیلی شخصیت های بودن که تا حدی که جانهای خود را فدا کردن و از هیچ خطری هم هراس نداشتن و این مسئولیت خودشون نسبت کشورش و هموطنان عزیزمون انجام دادن و انجام داده ایستادن. و باید من این رو بگویم البته تاجیکستان حالا کشور ما خدا آیندهش را خیر بگرداند و البته هم که آیندهش بعد آن که این رئیس جمهوری که دیکتاتور است و طولی زیاده از 28-29 سال است که سر قدرت هست و این حکومتی که خب در این کشور حکومت کرده ایستاده است و رفتن اونها البته تغییرات کلی در تاجیکستان به وجود می آید. دعا میکنم که برای کشور ما بهبودی ها و پیشروی های خوبه و برای ملت ما آسودگی و آرامی و سربلندی خداوند نصیب بگرداند. کشور ما در بحران خود هم عمیق قرار دارد و این بحران برطرف شدنش همان گونه که گفتم همین و
آنچه که به موضوع هست این است که خب عزت امان در کجا هست؟ البته برای همه معلوم است که عزت امان گرفته شده است، اما تا به حال من بر این فکر هستم که خداوند عزت امان زنده باشد، صحت سلامت باشد، انشاءالله که میبراید به بیرون، اما تا به حال روشن نیست که عزت امان در کجا هست. برای همین از طرف رئیس کمیته نجات زندانیان و گروگان‌های سیاسی یک پیشنهاد در نسبت عزت امانها، دیگر برادرهایی که تقدیر اونها به مهاجرین کشور، تقدیر حقوقی آنها وابستگی دارد و آنها کمری همت در جاده بستند خدمت میکنند به اون وابسته بود. من هم پیشنهاد رئیس کمیته را برادر ایشان عبدالستار بزرگ را تأیید میکنم و گفتنی هستم که این روندی که حالا پیش اومده، یک قسمتی از کسانی را که برده شدن به تاجیکستان زندانی شدن، شرافالدین گدایوف با تشبس و با ابتکار ملت، مردم و خب نهادهای حقوقی چی منطقوی و چی جهانی توانستند که بر بگردانند. اما روندی که امروز رفته ایستاده از شهاب‌الدین بدل و دیروز هم یک برادر دیگر گرفته شد و چند تا داملاها، امام خطیب‌هایی که برده شدند و یک قسمتی اونها نامعین موندند تا به حال و این یک روندی نو است، این یک ابتکار جدیدی است که برای عزت امانها بسیار خطری را آورده ایستاده است. بنابر همین من طرفداری پیشنهادی رئیس کمیته را میکنم و میگم که برادرهایی که تقدیرشون وابسته به قسمت حقوقی و مهاجرین و کشور هستند، نه از خوف اینکه به یک جایهای امن و تنج‌تر بروند، بلکه بر اساس مهم بودن اونها، ضرورتی وجودی اونها باید موقع خودشون تغییر بدهند. زیرا اون روندی که در کشور روسیه هست، تقدیر این کسایی که حالا رفتن یگان نهاد روسی شاید که به ذمه نگیرد. کروپسیا به درجه عالیش در اونجا حکم فرما است، توسط پول، توسط دیگر واسطه هایی که هستند، دیگر تنعیم ها، یعنی می شود که اونها را از بین برده شود. اما ما و کشور ما و شهروندهای ما و شخصیت های حقوقی و کسانی که اونها می توانند که آینده کشور ما را، تقدیر ما را دیگر بکنند و این بیداری ملت، با بیدار ساختن ملت، با دستگیری مردم مهاجر و آزاد اندیشان در آینده خدمت کنند، برای اونها خطر تهدید کرده است. بنابر همین من این پیشنهاد را تایید میکنم و برادرانی که به این قسمت سر کار دارند توسط منبر شما پیام و دیگر نهادها رسانیدنی هستم که اونها در فکر تغییر مکان خودشون به یک جای باشند تا اینکه بتوانند بهتر و خوبتر خب وظیفه خود را یا مسئولیت خود را برای کشور و مردم خود انجام بدهند و برای عزت امان و اون کسایی که گرفته شدند، برای ملت، مردم کشورمان میگویم که باید که اونها ابتکار طلب و حقوقهای خود را خواستن و از خود کردن را از دست ندهند. امروز نشانه های این که ملت قدرت است، ملت میتواند که سرنوشت خودش را تغییر بدهد، ملت میتواند که حکومت ها را تغییر بدهد، در کشور ما نمایان شده ایستاده است. چی در نهادهای دینی دیده ایستادیم، چی در نهادهای کسایی که حقوقی هستند، چی در خواهرها و مادرها، اینها را دیده ایستادیم که مردم با بیداری خودشون حقوق خودشون را طلب کردند، به اینکه به یگان نزاع یا که به یگان کار ارهابی و تطرف و ویرانکاری دست بزنند، میتوانند که به این مقصدهای خودشون برسند. بنابر همین آزادی را از دست ندهند، آزاداندیشی را از دست ندهند، طلبهای حقوقی خود را پیشنهاد کردن با هر واسطه‌ای که است، واسطه سلمی و صلحی و آرامی بر اساس قانون موجود در کشور، این را باید که طلب بکنن. ان شاء الله که نشانه های کامیابی و دست یافتن و بهبودی خوب برای کشور خودمون دیده می شود. سلامت باشه. باز یک بار دیگه تشکر میکنم از شما. تشکر زیاد به شما استاد عزیز. بسیار
ملاحظه های خوب داشتید و پیشنهادهایتان هم بسیار عالی بودند. برادر عبدالشکور بفرمایید. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. من خواستم در نوبت خود در این برنامه که واقعا با ما یک ربط دارد، چون که در 2015 بود که این حادثه که به سر ایزد امون اومده است به سر پدر من هم اومده بود. من در اینجا میخواهم یک چیز را به یاد بیارم، یک چیز را ذکر کنم که این کاری که رحمانوف و حکومتداران رحمان و یعنی حکومتداران تاجیکستان، رژیم رحمان و اون دزدانی که آدمربا هستند، اینا این کار از حوزه شروع نشده است، ولی این کار از داخل تاجیکستان شروع شده بود، چون که 2015 ماه ایول بود به فکرم، همین ماه بود، پدر ما را از خانه برده بودند. همین حادثه که حاضی در ایزدمون داد در داخل تاجیکستان هم این هست و یگان چیز پیش راه اینا را نگرفته بود. فقط یک چیز گرفت که وقتی که بردن و برادر استاد و معاون رئیس حزب نهضت اون وقت استاد کی بود؟ محمد علی حیات؟ نه سید عمر حسینی. بله سید عمر حسینی بردن و سراغ کرده بودن. همون وقت مقصد گفتنی هستم که در همون وقتا اینا همون آدمربایی را داشتن. و وقتی که سراغ شد و پرسش شد که در کجا هست و خدا نگهشون بدارد آزاد شد کند سید عمر حسینی را، آمدن در نارک. بعد ما فهمیدیم که پدر من مدت 10 روز بود به درک بود، نمیدونستیم که در کجا است. هرچند که ما میرفتیم به نزد پلیس شهر نورک و به نزد اون جایی که آدم ها رو من میکنند یا زندانی میکنند یا موقتا در سیزای اونجا من میکنند، بله یگان چیز نمیگفتن که در همین جا، میگفتن نیست در اینجا. ببینید وقتی یک انسان در داخل تاجیکستان گم میشود، یک انسان وقتی اونو از اون وقت شروع کرده بودن آدم را بایره، دیدن که این با اونا منفعت دارد واقعا، چون مردم تاجیک نمیگشتند از دنبال یک چیز، مثلا یک کس ببرن دیگه خیش تبارت میترسن، واقعا همون وقت میترسن خیش تبار ما که حداقل بران سراغ کنن، مثلا با این درجه میترسیدن که حتی به خبرگیری نمیرفتن، تا حاضر به خونه ما خبرگیری نمیویند، از ترسی که حکومت اینا چی میکند اونا را زیر نظارت میگیرد یا پرسش میکند، حالا که این حق هر یک انسان شهروند است. من فکر میکنم که از همون وقتا اینا این کار استفاده بردن و تا پیش اینا را یک مستحکم نگیریم ما، اینا این کار استفاده بردن میگیرد. وقتی دیدن در داخل تاجیکستان مثال فایده رسون برای اینا و منفعت های ناپاکشون رسیدن و آزاد کردن. بعد 10 روز بعد فهمیدیم که پدر ما در اوجه، بعد آزاد کردن، ولی بعد از اون باز هم دستگیر کردن و بردن و بالاخره به شهادت رسید. در زندان بله مدت 10 سال حکمش دادن و در 10 سال 1 سال پاید و بالاخره 1 سال کلام بودن. سال 42 از سال تولدشون و فکر اون وقتا 75 سال داشتن. من برای چی میگم؟ برای اون میگم که برادرایی که در این جهازی شیشتن و برادرایی که کمک ایزد امون گرفتن و تا حد ایزد امون با اونو کمک رسون، اونو برادرها کم نیستن به فکرم. امروز ایزد امون با اونو محتاج دارن. وقتی که اونو محتاج به ایزد امون داشتن، ایزد امون به فکرم که وظیفه برادری، وظیفه خودش انجام داد. روز نگفت اجرا کرد. بله وظیفه‌اش انجام داد و اجرا کرد. الان وظیفه ما و اون کسانی که خصوصا کسانی که کمک گرفتن و کمک ایزد امان، بعد چی از حقوقی و چی از مالی و چی کمک خوراکواری، به هر کمکی که گرفتن،
امروز وظیفه بگم واجبی است برای اونا که بخیزن از آن برادری که اینا در مشکل بودن اونا ایزد امون دستشان گرفت. امروز اونا خاموش بودن اونا با اونا به فکرم که گناه است، چون که برادر ایزد امون در وقتش دستشان گرفته بود و محتاج ایزد امون بودن. امروز ایزد امون با اونا احتیاج دارد. خب این یک چیز. دیوم اگر وقتی که امید ایزد امون ما هر وقتی که مثال کوشش کنیم که رسانه‌ای کنیم، کوشش کنیم که به جامعه جهانی برسانیم، کوشش کنیم که خاموشی را اختیار نکنیم، کوشش کنیم که هر وقت از این حکومت هر یک چیز، هر کسی هر چیزی میتوند، یک ویدیو ایزد امون است، نمیدونم یک صحبت یا یک حداقل در برنامه‌های این که برنامه‌ها برآمده اشتراک کنند. من فکر میکنم که انشالله به منفعت است، خالی از منفعت نیست و به هر یک کس به همین حداقل به خدمت به او برادر ایزد امون رسوندن، همین برآمدن در همین جا یک صحبت و یک پیشنهاد کردن که شاید پیشنهاد یک نفر به یک جایی برسد که به آزادی ایزد امون. ببینید وقتی که پدرتون در زندان در سن 75 سالگی وفات کردن چی گفتن؟ یعنی در نتیجه چی فهمیدند؟ پدر من در وقتی که در زندان بود ما فهمیده بودیم که کسل شدن، بیمار شدن. ما خواستیم که از اونو مقصد اجازت گرفته پدرمون در بیمارخانه بیرون از زندان معالجه گیریم، ولی اونا اجازت ندادن و اونا میدونستن که دیگر کار از کار گذشتگی است. ولی وقتی که اگر اجازت میدادن شاید که این کار، این حادثه انجام نمیداد. با وجود این من میدونم که وقتی که پدرم گذشت و وفات کرد در حالتی که بود که نماز بامداد بود گذشت، ولی اونا در همین یک دو روز پیش از همین پدر مرا آزار دادگی بودن و برابری بچه‌های یاش در مشق ها، در دویدن صبح ها، در این چیزا در برابری اونا اشتراک میکردن و حتی بعضی وقت از اونا هم شکنجه زیاد میدادن، چون خدا رحمتش کند یک چی داشت که قبول نمیکرد و همون صحبت و همون اعتقاد خودش میستاد. من فکر میکنم که این کاری که برای ایزد امون غلطیده است، اگر در اون سفید 75 ساله که رحم نداشتن، خدا نگه کند به ایزد امون اینا تماما دیگر رحم نمیکنن، که چون ایزد امون خیلی مردی جوان است و بگیم یک سال خورده نیست. فکر میکنم که شکنجه ایزد امون دوچند و بسیارتر است. خدا کند که صحت سلامت باشد. تشکر زیاد به شما برادر عزیز گرامی. اشتراک شما در برنامه ما خیلی مفید بود، چون که شما نفری بودید که جبر دیده هستید و پدرتون را در زندان از دست داده اید. پدر شما در زندان فهمیده اند و به پیری گفتید خودتون به پیری 75 ساله که این حکومت رحم نکرده است، به بابای دانه 85 ساله که رحم نکرده است، به ایزد امان امروز رحم میکند و کورپچه بالش میدهد که در باره کورپچه بالش ایزد امان بخوابد؟ هرگز نه. برای همین هر چیز زودتر ما بالای این کار کنیم و بسر این مسئله هر چیز زودتر بیاییم، در این باره بیشتر اندیشه کنیم، ایده ها پیشنهاد کنیم و بیشتر کوشش کنیم که پیشنهادهای خود را داشته باشیم برای آزادی ایزد امان. حالا برادر عمر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای شوقت خوب هستین ان شاء الله تنجین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تمام گپ‌ها ان شاء الله برادران زدن. باز ما یک فکر و عقیده خود پیشنهاد میکنیم نسبت برادرانی که در خارج هستند. اولا از اون برادرایی که در خارج هستند خواهش و احترامانه خواهش میکنم همچون یک برادر تاجیکی متحدی مقصدا پیشه کنین، یعنی که با یک دیگر صحبت کردن، یعنی که یک کلان گوش کردن در همون منطقه که قرار دارین، یک جماعت های مقصد خوب تشکیل کردن، صحبت های خوب تشکیل کردن، همین محبت نسبت یک دیگر پیدا کردن. اول از همین چیز سرچشمه میگیرد، بعد ما میتوانیم که
مقصد در آینده قدم به قدم گویم می توانیم که مثلا شخصایی که از زمان و یا میفهمیم که یک چند وقت که صحبت کردید دیدی میفهمیم میدونی که در اینجا کی صدقاً کار میکند کی مقصد روحکی کار میکند. به همین خاطر از برادرها احتراماً خواهش میکنیم که کناره‌گیری نکنند. شخصا در همین شهری که ما قرار داریم الان استانبول، در اینجا بسیاری برادرها از یکدیگر میگریزند، یعنی که تا همین جاهای تاثیرشون رسیدگی است و حکومت جمهوری ما در بین برادرای ما هستند نفرانی که تا ریش و سلام منانو با همان حکومتداران خودمان خبرکشی میکنند. از برادرانی که اصلا خواهان حقیقت هستند و با چشمی با نگاهی گویم حقیقت نگاه میکنند به طرف حکومت خودمان یا اینکه عذاب ملت درک میکنند، به همون برادران من پیشنهاد دارم که التماس نسبت یکدیگر یک محبتی پیدا کنیم که ما توانیم که مثلا دشمنی که امروز هست امروز ما داریم اونقدر دشمنی قوی نیست، ما قوی تر هستیم، فقط ما یکدیگر گوش نمیکنیم. فرهنگی یا اینکه مدنیتی گویم گوش کردن یک نفر نداریم، در یگان خطاگیش میجویم و میگویم که توش ای خودش چیکاره ای خودش مقصد هم خیلی، یا که با خاطر زندگی شخصی خودمون یا اینکه با خاطر یگان چیزمون از دست ندادن با دیگه کارا اهمیت نمیدهیم. به همین خاطر ما نمیتونیم اگر که یک جا نباشیم متحد در بیرون نباشیم و در داخل یگان کار کرده نمیتونیم. تشکر. با یک چیز اشاره کردنی هستم. شما درباره خصوصا طالب علمان گپ زدید و نفران برادران گپ زدید که از همدیگر میگریزند. من از حال آنها خبر دارم، با بعضیشون صحبت هم میکنم و اونها یک گپ دارن، من روشم دیگر است و هر کس باید در روش خودش باشد و هر کس باید کار خودش رو کند. بسیار خوب، من به این دارم، لیکن ای برادرانی که شما از همدیگر گریخته ایستادید، هر کس کار خودش رو کند گفته ایستادید، بعضیتون من فقه خونده ایستادم، بعضیتون من حدیث خونده ایستادم، بعضیتون من تفسیر خونده ایستادم، گفتید بسیار کار خوب میکنید، من طرفدارم. لیکن بدونید که علم آموخته شما به این مردم هیچ فایده ندارد. وقتی که شما از حال مردم خبر ندارید، وقتی که شما از حال مردم بیخبرید، واردی پرابلم مردم، واردی مشکلات مردم نیستید، دائم در گریز از مردم در فاصله هستید، وقتی که شما بیخبر از حال مردم هستید، وقتی که شما از حدیث از قرآن به مردم گام بزنید بدون اینکه شناسایی با حالت مردم داشته باشید، به هیچ درد این علم شما نمیخورد. وقتی که شما به این مسئله وارد نشدید، یگان صحابه پیغمبر بیخبر از شرایط مردم نبودند، همه وارد پرابلم مشکلات مردم بودند، همه در بین مردم بودند، همه مشکلات را با هم دیدند. و اسلام این نیست که شما در فاصله جویی، در فاصله گیری یک چیز را بیاموزید بعد واردی بین مردم دارید، از آسمان پوچه درست کردگی بریم میشوید، یک پرابلم مردم رو نمیدونید، مشکلات مردم رو نمیدونید. وقتی که شما گپ میزنید وضع میگویید، شما مردم رو نمیفهمید، مردم شما رو نمیفهمد. برای با مردم بودن، برای مردم رو درک کردن و برای این که مردم شما رو درک کند، قرآن و سنت رو درک کند، شما باید در بین مردم باشید، وارد این پرابلم ها باشید، وارد این مشکلات مردم باشید، گریزه نباشید. از پرابلم گریختن حل پرابلم نیست برادران، از مشکلات گریختن حل مشکلات نیست. وارد مشکلات بشوید، مشکلات رو میبینید از کجایش باید حل کرد. شما از مشکلات میگریزید، بعد به فکر خودتان یک روز عالم پردست شده بین مردم وارد بشوید، یگان کس شما رو نمیفهمد. ولی زبانتون را گم بکنید، ولی عربی آموخته شدید با زبانی غیر، استادای غیر مثلا زبان خودتون آموخته شدید، زبانتون لطمه مییابد. وقتی که زبانتون لطمه مییابد، شما با مردم اینقدر کم کار کرده شدید،
با زمانی لطمه یافتگی بین مردم می‌دارید، نسبی گفتن رو مردم نمی‌فهمند. همین قدر دلیل برایتان بس است. شما مردمی نیستید، شما با مردم نیستید. شما وقتی که خودتون رو فکر میکنید، مثلا میگه گوز گریخته گشتید، پنهان شده گشتید، چی؟ شما پنهان شده میگردید، دیگر رو پدر و مادر ندارن، خش برادر ندارن، خانه جان ندارن، امارت ندارن، کتیج ندارن، مال کل ندارن مثل شما. همه دارن. اینقدر جان غنیمت هستید، از شما چی پیروی پیغمبر و پیروی اسلام میبراید؟ اینقدر جان غنیمت هستید، بتاکه 100 بار گروس میشوید توی که سیمای شما نماید، صدای شما نبراید. واقعا برادر درست میگویم. دیگر همبستگی رو به میان آورد. بله، یک نکته دیگه بیاید نظاره کنید، وادریدی پراتیک باشید، بگویید شما خطا کرده ایستاده. بفرمایید برادر عزیز. بله، یک نکته دیگه ما خواستیم همینجا پیشنهاد کنیم. ما باید در بیرون نوابسته از مذهب، نوابسته از رویه، نوابسته از مثال تمام نمود مثلا گوییم کارهای شریعتی، ما باید یکجا باشیم. یکدیگر را مقصد نگوییم که این مقصد سلفی و یا حنفی، یک دیگرش مقصد حنبلی یا این که مقصد دیگر. ما باید یکجا شویم هم به خاطر نجات ملت. اساس کار ما در اوج خواهرکای ما، مادرای ما در عذابن. خیلی ما در اینجا، من عالم شدم، من سلیم کلان است، یعنی که من در دین خدمت کردم، گفته در اینجا میگردی و در اونجا دختری امکیت به رومال رفته در پاسپورت صورت میگیره، سرش لوچ کرده. گفتی اما برادر شوقت جان که این خواندگی های ما به در نمیخوره، ما باید اولین درجه خدمت به همون ملت و مقصد مردم خود کنیم. شما یک بار بیستید فکر کنید که همین کارهایی که در بیرون انجام میگیرد، خیلی که برادران مخالف میگویند مثلا درس قرآن یا اینکه درس دنیا فرق ندارد، انگلیسی، روسی، دیگر زبان، دنیا، دین فرق نمیکند، برای چی در تاجیکستان امروز اوج نگیرد؟ برای چی در تاجیکستان ما مقصد جماعت های نداشته باشیم که حافظ قرآن تیار کنند، جماعت های نداشته باشیم که کادرای بلند اختصاص تیار کنند؟ برای چی در تاجیکستان؟ شما یک بار ایستاده مقصد فکر میکنید که به خاطر برای چی ما در وطن خود همین کار کردن نمیتونیم؟ برای آن که ما از یکدیگر دوریم، یکدیگر را میبینیم میگریزیم، یکدیگر فکر یکدیگر گوش نمیکنیم، یکدیگر مقصد نصیحت نمیکنیم. کلانترکای ما ریش دارن، سلا دارن، در همه جا بعضی هاشون مقصد نه نصیحت، نه یک جمع آمدای خوب، نه یک مقصد دعوت به یک کارهای خوب، نه یک دستگیری. بعضی ها میبینن از تاجیکستان مثلا جا میکوبند تا درجه التماس و زوره که همین برادر جا کنید. دیگر ملت ها در همه جا ما خبر داریم، همشون جا دارن، همشون جماعت خود رو دارن، مصلحت میکنن درباره تمامی مثال چی. ما تا جمع نشیم اکای شوقت جان، در بیرون ما در داخل یگان کار عوض کردن نمیتونیم. بله واقعا. و مقصد پیشنهاد من همین بود. انشاءالله که وقت شما نگرفته باشم، خداوند موفق گردانه تمام مردم مظلوم تاجیکستان از این بحران و از این نامردی که نسبت مردم تاجیکستان میکنه خداوند نجات. خداوند برادرای زندانی این چنین برادر عزت امان آزاد کنن. این بدبختا بسیار عذاب میتن، بسیار ازدواج میکنن. من خودم بودم در اونجا، بسیار ازدواج میکنن در دوران. خداوند هدایتشون کنه، با میروان نمازشون هم میخونن، میبیان این نماز با ازدواج صد میکنن، با مقصد حقارتت میکنن و درجه مثال همین کارهای سخت بالای این ملت کردستن. به همین خاطر از بیرون انشاءالله که امیدوارم برادرها دیگر فهمیدگی هستن، متحد شویم، یگان دیگرگونی در داخل کشور انشاءالله که ما امید داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد برادر عزیز، بسیار ملاحظه های خوب داشتید. حالا برادر امیر قیوم وارد شدن، تشکر به شما که به برنامه ما پیوستید و فکر میکنم خیلی با ایده های خوب و با پیشنهادهای خوب وارد برنامه ما شدید. بفرمایید. انشالله. خب سلام علیکم اکای شوکت و سلام علیکم به مردمی که ما را میبینن. درباره اکای عزت امان، یک همین جنگ واروق سبب شد که خیلی مردم به
یک کمی اکای ایزت فراموش کنه یا که قضیهش زیر سویه جنگ واروخ موند. اما حاضر که جنگ خاموش شده است، ما فکر میکنیم که وقتی دوباره یک والنه به خاطر آزادی اکای ایزت همون رسیده است و حکومت فقط از اتحاد مردم میترسد. اکای ایزت همون نفر بود که مهاجرا را در روسیه توانسته بود که متحد سازد. به همین خاطر است که حکومت گرفت اکای ایزت همون دزدید و این چیز حکومت در این هم نشان داد که وقتی مردم به خاطر ضرر دیدگان جنگ در واروخ کمک جمع‌آوری کردن، حکومت پیش راه ای را گرفت که یک میتونست یک سبب شود که مردم بین هم اتحاد کنند، یعنی که جامعه شهروندی قوت بگیرد، مردم با همدیگر کمک کنند، یک جای شدن. حکومت از این چیز معلوم بود که میترسد و اکای ایزت همین نفر بود که به نهایت با درجه اعلی گفتی چی در روسیه توانسته بودن که ملت ما را به همون حدی که امکان داشت تا همون چیزش رسانده بود که ملت ما خیلی سرجم و یک لیدر علاقه در بین خودشون پیدا کرده بودن. اکای ایزت همون علاقه یک و مثل یک لیدر بود برای اونها و حکومت گرفت اینا دزدی کرد و باز هم نشان داد که فقط از اتحاد مردم میترسد، از همین که پیش راه کمک کردن مردم وقتی یک جویا شد میخواست با واروخ کمک کند با ضرر دیدگان، باز آمد حکومت پیش ای را گرفت. این دیگه یگان جای شبهه شخصا برای من نموند که حکومت نمیخواد که مردم اتحاد داشته باشند، یک محور باشد که مردم در گرد اون یک جا مثلا همدل باشند. حکومت از این چیز خیلی هراس دارد و ما باید بفهمیم که اتحاد ما، یک جایگی ما، این به نفع ملت است، به نفع وطن ما است و ما در یک جایگی میتونیم که همه کار بکنیم. حکومت به تمام کار مجبور کرده میشود. اگر همون والنه‌ای که قبل از جنگ واروخ شروع شده بود همون گونه اگر ادامه میافت، این جنگ واروخ ببینید چقدر با فایده رحمانوف تمام شده. مثلا 100% با فایده رحمانوف است که از والنه‌ای که برای اکای ایزت همون شروع شده بود، این برای حکومت عاقبت خوب نداشت. این را حکومت خودش 100% احساس کرد و ما باور دارم چندین نفر شهید به شهادت برسند. بله این برای حکومت، این حکومت ما میدونیم که حکومت برای کرسیش نگاه داشتن به همه کار میکنه. خیلی که گفتن عسکرا را زده بود علی بیدک نه که دوجه 100% معلوم بود انیق بود که عسکرا را خود حکومت زدگی بود. چندین سربازی فرزندای مردم ازت کشت، اما گفت که علی بیدک زده یک جنگ برای اونجا هم تشکیل کرده بود. اما در اینجا هم ببینه که وقتی که او قدر مردم ناراضگی کرد، حتی از داخل تاجیکستان از همه جا آماده بودن که برای ایزت امان با کوچه ها ببرن، حتی میتینگ کنن. در روسیه هم به همون قدر به حقوقی مهاجران نگاه نکه، همون قدر میدونن که مهاجر هیچ حقوقی ندارد در روسیه. پلیس روسیه چقدر بگیم حقوق مهاجران را نادیده میگیره، با همین نگاه نکرده چقدر مردم خست برای ایزت همون پیش سفارت رفته بود و این چیز در حقیقت حکومت خیلی سخت ترسونده بود و این جنگ واروخ یک گفتی چی دوای برای همه حکومت شد که ما باور دارم که همه چیزی واروخ هم حکومت شاید دست داشته باشه در تشکیل کردن همه که والنه‌ای که به خاطر اکای ایزت همون یک خیزیشه که شروع شده بود، این زیر سویه جنگ رفت و مردم در اینجا هم یک اتحاد بین خودشون پیدا کردن که همه دیگر رحمانوف و همه را یک طرف موندن به خاطر حمایت وطن. شخصا ما هم اگر که مخالف رحمانوف باشیم، اما وقتی که یک بیگانه به خاک ما هجوم میکنه دیگر ما رحمانوف یک طرف میگذاریم. اول مهم برای ما حمایت یک پارچگی وطن است که خاک ما کاملا
باید در امن باشد، بعدا با مشکلات داخلی مشغول میشه. رحمانوف از چیز خوب استفاده کرد، اما این کارش هم آمد سبب اتحاد مردم شد که مردم با خواستن یک جای کمک کنند جامعه شهروندی شکل بگیرد، اما باز این همه رحمانوف ترساند و از این کارم مردم پیش راهش گرفت که دیگه میدونیم که حال مردمی در وروخ بوده، خیلی با اونو کمک لازمی نشد با اونو. و اگر امروز اکای عزت امان در آزادی میبود، با مردمی سیلزده کلوب چقدر لیدر بودن میتونستن که چقدر کمک کنن از روسیه، میلیون ها جمع کرده روان کرده میتونستن که پیش از این اثبات کرده بودن که در دیگر حادثه های هم خیلی ناخوشی که در تاجیکستان رخ داده بودن اکای عزت خیلی کمک کردگی بودن به همه سیلزده ها و در همه جا اکای عزت امان پیش قدم بودن که این باعث ترسی حکومت بود. تشکر برادر. شما درباره شرایط گذشته یعنی شرایطی که هست گپ زدید. من میخوام نظر شما رو درباره چی باید کرد بدونم. چی باید کرد راستی خیلی سوال مشکل است برای به این کار جواب یافتن هم نی، اما به نظر من همون کاری که قبل از جنگ وروخ برای عزت امان رفته بود همون گونه اگر ادامه یابد، بیشتر شدن برنامه ها، صدا بلند کردن مردم اگر باز در همون سطح ادامه یابد، ما باوری داریم که ما به زودی اکای عزت امان در آزادی خواهیم دید و ما هم آماده هستیم که میتینگ، پیکت، هر چیزی که باشد تشکیل کنیم، ما هم اشتراک کنیم و علاقه برای حمایت مهاجرات در روسیه ادوکات ها عمل میکردن. ما تا جایی که میدونیم برای نفرایی که نزد سفارت میتینگ کرده بودن، یگان نفرش به تاجیکستان استرداد یا چیزی نشید است تا حاضر. و همون گونه‌ای که بود، همون در سطحی که طلب آزادی یکای عزت پیش میرفت، اگر در همون سطح ما توانیم که باز برنامه ها را پخش کنیم و مردم آزادی یکای عزت رو طلب کند، ما فکر میکنیم که ما موفق میشیم و میتونیم که یکای عزت به زودی در آزادی ببینیم. تشکر زیاد برادر عزیز گرامی. نفر بنوم یتیموف میخواند صحبت داشته باشن. بله اکما میخوام اضافه کنم بسیار دمو بودن دیگه گپ نزدم بسیار خوب. ما یاد چی را میخواستم خواهد کنم برادرایی که همینجا ما را میشنون. خوب ما در همه حالت باید همی فکرمونه عقلمونه استفاده بریم در همه کار. مثلا نریم کاری وزنی نکنیم، اول عقلمون کار فرمون که چی کار کردن در که فکر کنیم. مثلا ما شما در پریمیر میورم که مثلا یک همو غشت میکشی و من یکون کاری که همی یا باری وزنی با عربه کشیدن آسان تره یا که با ماشین بردن آسان تره. البته با ماشین برای که آدم وقتشون کار فرمودن ماشین اختراع کردن ایجاد کردن و کارشون آسان کردن. همی چیرم نگاه کنین ما برای چی با مانند اروپا شدن نتونستیم یا که با مانند آمریکا شدن نتونستیم؟ برای که چندین سال ما را فریب میکنن. چه فریب میکنن؟ روشنفکرای ما را بوسمتچی میگن یا که تروریست میگن. اون که هم اغواگر گفتم میبرن محکم میکنن میکشن. تاریخ اگر نظر کنیم سپیتامه بود بارزیدی اسکندر مقدونی خسته بود، همون زمان هم همون را هر گپ گفته چیز کردن، فروختن، فریب کردن، دستگیریش نکردیم. خلق همین تاجیکستان، خلق همین سرزمین آسیا دستگیری نکرد، کشتنش. بعد آمد مغلا آمدن، تیمور ملیک بدک بارزیدی و خسته مثال چیز کردن مبارزه بود، اورم به هر بنا و به هر فند فریب مغلا کشتن مثال اورم دستگیری نکردیم. ایدست دادیم شانسی با مانند اروپا و آمریکا شدن یا که با مانند روسیه هم امپرای بزرگ شدن ایدست دادیم. خب آمدک کی بارزیدی اتحاد شوروی چیز بود بوسمتچیشون میگفتن که اونا روشن فکر بودن. بارزیدی اتحاد شوروی مبارزه میبردن، اونا هم خیلی بوسمتچی گفته به هر فند فریب و حیله و نیرنگ کشتنشون. خوب آمدیم سال 90 با اتحاد شوروی، با پسمانده اتحاد شوروی رحمانوفی مثال مکاری کثیف، مثال آدمایی که روشن فکر بودن
نه تنها نازد بده کجا اوجا دیگه چیزا هم بده مثلا چی حرکت رستاخیز بود که همه روشنفکران در اوجا جمع شده بودن اونا رو هم فند فریب کرده از آن جمله اوسیمی بود یک علم او را مثلا کشتن همه روشنفکران را به هر گونه و چیز کشتن با اینا اومدیم با اینا پیدا شدم با گروه 24 ما که آدمایی که بازدید رحمان روشنفکران یا هم اینا خائن ملت چیز گفته به هر گونه میبرن میکشن نیزه تمون یا که میبرن محکمش میکنن برادر رو برام حق کار فرمونه یا چه بگم منصب طلب میگن یا که خیلی میگن چی رحمان منصب طلب نیسته یا شما در وعده کسان که مثال ما میم همه وضعیت خوبتر میکنیم خیلی نکردن بو میگیریم یا شمالش میکنیم اوز رحمان ریشه داوندگی یک آدمی که ریشه داوندگی اینا نست کردن در یک بی‌طرف کردن یا اگر بیان یا ریشه نداوندگیان یا را آریش کردنش بین یا دوستان بو میگیریم یا کس دیگر میمونیم برای برادرها و سومی که شما در روسیه کار میکنیم دویمی نسته خوبترش برین امو در تاجیکستان بیستین کار طلب کنین یک سیستم ای بسازن که دائما در تاجیکستان باشین یگان دولت 25% مهاجر نیست شما نگاه کنین 25% تاجیکستان مهاجره در 30 سال نکرده رحمان ما را میگن که جنگ زده این گروزیا جنگ زده بود سال 90 عیناً در گروزیا هم خیلی شده بود در آذربایجان هم خیلی جنگ شده بود نکی حاضر بینن گروزیا در کدام سویه ما در کدام سویه ما را دروغ میگن 30 ساله ما را 25% مهاجر کردن تجاوز میکنن میکشن هر کاری که بخواهشون میکنن شما میرین در روسیه میونتون کندگی کار میکنین یک بار میونتون اباندین 4 ماه 6 ماه بگذار که گرسنه من یک یگان چیز دیگه باشه برین هم تاجیکستان دا کار اما که کار نداره مثلا در روسیه هم کاری بعد قطعی کار میکنن مثلا 10 میلیون آدم برین همون سومی که دارن در هم تاجیکستان بستن کار طلب کنن کالاتون کار فرمایید میتینگ نکنن مثلا نخیزن جدال جو نکنن با راه قانونی که رامونو بین یاد آدم مکار اون میتینگ میکنی میخیزن میگه تروریستان پارونشون برای قانونی برین ایامو وزارتی مهاجرت مهنت چیزی هست برین همون طلب کنن میگن که مودا کار بته شما را اون گپ میگه اون کسی اون گپ میگه بگو ما اون کار چی نداریم مثلا ما رو با کار تامین بکنه میبره کاری پاستا تامینت میکنه بگو معاشش پاسته یا که اون من که همی اعتراض کنیم بگین که همی هم خیلی چیزا طلب کنین زمان کسا برین زنوتون کودک هم مرا برین بگین مورا کار بتین این هم قچزمی کالاتون فکر کنین این فرصت ها را عدس نتین این موژیکا را مثال دستگیری که همه مخالفین همشه مثال دستگیری که ایزت همون هم مثلا بردن یا که رحمه جون بود گروپ 24 اعضاش بردن همه رو دستگیری که بخنین نگاه کنین تاریخ نگاه کنین رامون ما را برام که معرف مون پاس که اگه که ما این چیزا را نآموزیم ما را یگان بار نمیفهمونن در مثال مکتب که ابو حنیفه برای چی مردک بچه خاطر مردک یا که اول نیسینو چخیل به چی آدم به چخیل به غیر شعر شاعری ما را دیگه هیچی نمیفهمونن سعدی شیرازی کی بود سو غیر شاعر بودنش چی چیزو که اگه یا که نزار ملمول کی بود این چیزا را ما را نمیگن فقط ما را شعر شاعری را یاد میتن اگر ما را مثال سپیتامن چخیل مبارزه بردگی یا که نه تیمور ملک چخیل مبارزه بردگی ابو حنیفه برزیدی مثال ظالمی دیگه چخیل مبارزه برد چخیل در محبس مردک اولی امروز حاجی میرزا خیلی چی نمیشید فروخته نمیشید رنگ ابو حنیفه در محبس برزیدی که چیز میکرده میمردک یا که اون من هر چیزی که میشید نکی مبارزه میبرن برام خمور در این چیزا را غیر شاعری اون چیز دیگه نمیفهمونن برام برادر رو ببینید تاریخ ما را نظر کنین کیو چه خیلی کردن صدرالدین اینی چه خیلی مبارزه برد تاجیکستان ساخت یک مثال در دوره تیجرای برای ما را یک چی تریتوریا جدو کرد مثال صدرالدین اینی بود یا که لاهوتی بود هم با همشون اومدن چه خیلی مبارزه بردن مثال چه خیلی شکنجهشون کردن چه خیلی کشتنشون همه را یک بار نظر کنین مثال استاد کیرا نوری را چه مکر قطعی اونا کشتکش یا که همت را همه همی آدم‌ها در همین زمان پیدا میشوند ما وقتی که دستگیریشون نمیکنیم طرفداریشون نمیکنیم با هر مکر هیله میبرن میکششون مثل رحمانوف چینگیز خان هر کس باشه اسکندر مقدونی همیو در هر زمان هم خیلی آدم‌ها ظالم پیدا میشن یا که بعضی دیگه آدم‌ها پیدا میشن که روشن فکرن وقتی ما دستگیریشون نمیکنیم میکششون بعد ما میمونیم مثل اروپا دستگیری میکنه خیلی آدم‌ها را اروپا میشه امریکا میشه پیش میره ما میمونیم میرن روسیه در میونو کندگی کار میکنیم کالاتون کار فرمایید برادر سلامت باشید درود عزیز سلامت باشید دو نفر دیگر رو پیوست میکنیم دو نفر
تمام. علی داوودی بفرمایید. بعد از این یک نفر کی هستند؟ سلام علیکم. علی داوودی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید دوستان. وقت ما خیلی کم مونده است، باز یک خلاصه‌گیری لازم است. حالا منبر از شماست، بفرمایید چی فکر، چه ملاحظه دارید برای نجات برادر عزیز گرامیمان عزت امان؟ من فکر خیلی خوب دارم برای عزیز شوکت جان. وقتم خیلی کم است برادر. ما با کمش برای اکای عزت یاردان کردن خیلی آدمو دار کنه، خیلی آدم بسیار دار کنه که ایرا ما مثلا کمک کنیم. معلش خیر. مثلا این برنامه شما هم خیلی مثلا آدموش کم. مثلا برنامه شما اگر از کمش از برنامه شما باید آدم از 100 نفر باید زیاد در برنامه شما اشتراک کنه. تماشابینش خیلی بسیار باید باشد. تماشابین شما خیلی کم است. چی باید کرد؟ باید ایرا باید تماشابین شما رو خیلی باید بسیار کردن. برادر عزیز، اینجا ما توی نداده ایستادیم که اول برای ما توی برویتون تیار گفته خبر کنید. من فهمیدم. برادر عزیز گرامی، یک منبری است، می برای سخن میکنی، خواهشمند میبیاید سخنی تو رو گوش میکند یا سخنی سخنور رو گوش میکند. بله درست. نفری که میخواهد سخن کند یگان فکر ملاحظه‌اش رو بگوید میگوید و نفری که وقت دارد به اینجا وارد میشه و نفری که اینجا سخنهای من شما به اون نمیفورد به منبر دیگر میرود. این چیز دیگر. و آزادی فکر، آزادی اندیشه، آزادی ملاحظه باید اینجا تامین باشد و حاضر ما برای شما برای آن به شما نوبت دادیم که شما هم یک فکر، یک ایده داشته باشید و بفرمایید. و وقتی که ما اینجا آدم نداریم، مثلا اگر خودی حاضر 1300 نفر ما رو تماشا دارند برادر عزیز. بله 1300 نفر ما رو تماشا دارند. حکومت جمهوری تاجیکستان مردنیوار اگر جلسه کرده مردم طلبه‌های مکتب رو جمع کند، یک اودیتوریا، یک کلوب رو پر کرده نمیتواند که مثلا اگر به 100 نفر گپش رو گوید. بله. حضور 300 نفر است. این برای ما به نهایت خوبه. بد نیست برای ما. یک نفر اگر 1300 نفر اگر نماینده یک عائله 5 نفره باشند به 5 ضرب زنید. یک چیز دیگه هم مغوره، کانال مغوره چه امروی کردیم باید است؟ بله حضورم هست. آنم را شنیدن که شما هم کانال روی کردین، آنتنا را کو همه را کندن در یک روز در شهر شنبه چیزی بود همه را کندن. مبارزه است برادر. ما او تاجیکستان اینقدر در نظر داریم، اونها گرنگن که بودی که مردم جمع کرده سودان. ما شما مهاجران در نظر داریم، 2 میلیون مهاجر داریم. حاضر برادر گفتم 25% اهالی جمهوری تاجیکستان در مهاجرت است. بله این 25% مهاجر یعنی نماینده باقی مانده 75% هستند. نماینده باقی مانده. اگر ما به اینها رسانده تونیم، اینها میتونند مثلا گریم پرابلی چیز که پیوست شوند، یعنی مخبری شبکه ما رو تماشا کنند در روسیه، در هر جایی که هستند، در تاجیکستان میتوانند، در دهات، در هر جایی که هستند، در اگر شهر این پرابلیتسکی تریلکا اگر شهر رو بیزیب کند، دهات خوشرو بده نمونوی میکنند. برای همین برادر عزیز ما این چیز قرار نمیدیم. ما هر یک وسیله که از اودش میبراییم از دستمون میبیاید استفاده میکنیم. چیزی که از دستمون نمیبیاید ملت مردم میتوند که ما معذور هستیم، از دستمون نمیبیاید یگان مشکلی نیست. چیزی که از دستمون اومده ایستاده است میکنیم و مردم رو آگاه میکنیم که ما همه خیلی کار کرده ایستادیم و دیگر از جانب مردم چگونه استقبال میشد، مردم چگونه ما رو پیگیری میکنند، این کار ملت، کار مردم است.
با این یگان ما حرکت اجباری که نداره مردم باید همراه شوید نه باید در برنامه ما همین خیلی برنامه‌های پیش در تلویزیون در شبکه محوری همین خیلی برنامه‌های پیشنهاد کنیم که مردم آن را استقبال کند این است بله سلامت باشید برادر عزیز اینجا وقت ما هم با آخر است همگی 3 دقیقه مانده است من کمتر در طول این 3 دقیقه خلاصه گیری میکنم برادران عزیز خواهران گرامی هموطنان به نهایت عزتمند هموطنان شریفم پیشگاه من یکایک شما محترمید وطنم برای من عزیز است برای هممون عزیز است هممون میخواهیم که وطن آباد باشد و هممون میخواهیم که در وطن زندگی آزاد و زندگی ارزنده داشته باشیم یک پیشنهاد به شما مهاجران عزیز خصوصا آنهایی که امروز در تاجیکستان هستید همتون در ناحیه یک مرکز هست مرکز این شعبه وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با آنجا روید خودتان را نامنویس کنید همچون شخص بیکار به همه تعلق دارد آن مهاجرانی که دیپورتاسیون شده عین حال در تاجیکستان هستید نمیتونید به روسیه بیایید این نفران 200,000 نفرند 250,000 نفر تقریبا طبق آمار رسمی نزدیک به 250,000 نفرند همین 250,000 نفر بروید در شعبه وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خودتون را همچون شخص بیکار نامنویس کنید و طلب کنید که هرچی زودتر به شما کار افتاده اند شما جای کار ندارید میدونید همین وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان دائم گزارش میدهد که در تاجیکستان صف بیکاران کم می شود و صف آنهایی که به جای کار تامین شده اند می افزاید و صف بیکاران در تاجیکستان خیلی کم شده است 3% است 2% است در تاجیکستان همین قدر بیکار داریم تمام 97% جای کار دارند شما به این باور دارید به این گزارش من باور ندارم چه خیلی 2 میلیون نفر در خارج کجای کار مییابند برای قوت لایموت ما همگی 3% 2% بیکار داریم برای همین برادر و خواهران گرامی آنهایی که در تاجیکستان هستید خودتان را همچون شخص بیکار جوینده جای کار که به جای کار نیاز دارید اگر جای کار نداشته باشید اهل عائله‌تان را خوراننده پوشانده نمیتوانید با وزارت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان رفته عریضه نویسته خودتان را نامنویس کنید حتما این کار را کنید حتما و چیزی دیگر چند برادرای ما دفاع حقوق مهاجران داشتیم که امروز میبینیم بجای آن که از حقوق مهاجران دفاع کنند در این باره کمتر گپ میزنند هفته یا 2 هفته 3 هفته یک مرتبه اگر پیش از بازداشت عزت امان در یک روز 2-3 نوار پخش میکردن میگفتند که در مترو این حادثه شده ایستاده است در کوچه های مسکو این حادثه شده ایستاده است در ولایت مسکو اون حادثه شده ایستاده است مهاجران به این حالت دچار هستند و کذا حالا باشد در یک روز 2-3 نه در یک هفته 2-3 نه در یک هفته یا یک مراجعت پخش میکنن یا نه یک خبر پخش میکنن یا نه به رکلام چکری گلزار و همین خیلی ها مشغول شدند بعضی نفرانشون حتی با ما صحبت کنی رو قطع کردن در بعضی از گروه های مهاجرین ما بودیم ما رو چی کردن زبلوک کردن یعنی چنان ترس و هراس آنها رو فرا گرفت که به هیچ گفتار راست نمیگوید دیگه به بعضیشان به چی میگوید مسحک گویی دیگه شوخی گویی ها گذاشتند به جای اون که یعنی جای تشریف غریب شو کمپانی رو گرفتن یعنی بعضیشان برادران شما به خاطر آن حرمت احترامتان بلند شد که به خاطر آن ملت شما را شناخت به خاطر آن مهاجران شما را شناختند که شما جای تشریف رو گرید چکری رکلام کنید و مسحکه گوید گفته نه شما را برای آن ملت
مردم مهاجران حرمت کردند، احترامتان کردند که شما از مهاجران، حقوق مهاجران دفاع کردید، به خاطر مهاجران صدا بلند میکردید، جانتان را سپر میکردید، نوبسته از آن که چی مشکلی ها به سرتان میبیاید. این کارتان ننگ نیست؟ این کارتان عیب نیست؟ کمتر میدونیم شما رئیس دارید، رئیستان شما رو منع کردگی است، این گپ رو نگو، سیاست به داخل نشو، اون به داخل نشو و به داخل نشوفته. او رئیستان اهل تاجیکستان نیست؟ همین تاجیکستان آتش گیرد که پروا ندارد. شما اهل تاجیکستان هستید، باید در غم مردم تاجیکستان باشید، این مسئله رو پیش گیرید. من رئیس دارم، رئیسم چی میگوید، چند تایتون همیشه گفته ایستاده، شرم نمیدارید. این مسئله رو کمتر جدیتر بگیرید، خواهش میکنم. شاید گپی من تند رسد، همتون برادر خودم هستید، دوستان خودم هستید، لیکن این کارتون به نهایت نادرست است. باید هر یکی شما ایزدمان باشید. من امروز با چند تایتون تماس گرفتم، یکیتون گلیش کسل است، یکیتون به پلیس دعوت شده است، یکیتون همش کی میدوند کدامش راست بود کدامش. فقط این است که شما دیگر کمتر کناره‌گیری کرده ایستادید، حس نکرده ایستادید، خودتون همه حس کرده ایستاده است. نبودن شما در جامعه، در بین مهاجران، کم فعالیت شما احساس شده ایستاده است. خواهش میکنم برادرانه، التماس میکنم این مسئله رو جدی گیرید. ملت چی گفته ایستاده است؟ مردم چی گفته ایستاده است؟ مهاجران چی گفته ایستادند؟ حکومت با تمام فاشیستان، ملتگرایان و آنهایی که بالای مردم تاجیک، مردم مهاجر تاجیک ظلم داشتند بشارت داد و پیام داد که ما هر نفری که به خاطر دفاع حقوق مهاجران صدا بلند میکند، احوالشان را احوال عزت امان میکنیم. از دستتان چقدر هر چی میگوید بالای مهاجران تاجیک کردن گیرید. حکومت تاجیکستان همین قدر کار از دستش اومد. شما به همین طرفدار هستید؟ تمام می دیگر حکومت شما رو ترسان می دیگر ترسیدید می کار نکنید دیگر. برادران عزیز گرامی، باید ما همه دست همدیگر بگیریم، متحد باشیم، ایده ها پیشنهاد کنیم. اگر در برنامه ما شرکت نمی کنید، مرحمت یک تلفن را به دستتان بگیرید، توسط فیسبوک، فکانتاکت، ادنکلاسنیکی، تیک تاکش هستمی و اینستاگرامش هستمی، برای حرفتان را بگویید، ایده پیشنهاد کنید. برای آزادی عزتمان چی باید کرد؟ برای حقوق بنیادی تاجیکستان چی باید کرد؟ برای پیشرفت و ترقیات تاجیکستان چی باید کرد؟ باید امروز ما حرف بزنیم. خاموشی دیگر صلاحی کار نیست. باید امروز ما کاری کرده باشیم برای سربلندی ملت. دیگر سرخمی را بس کنیم، دیگر خاموشی را بس کنیم، دیگر روزشوی را بس کنیم، دیگر پنهانشوی را بس کنیم، دیگر ترسانچکی را بس کنیم، مردانه رفتار کنیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. برنامه فردای تاجیکستان بود و با شما شوکت محمد بودم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید، هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم.
این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه مانیتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم میکنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6.